السلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. طبق اعلامیه‌ای که در صحیفه رسمی پیمان ملی تاجیکستان آمده بود، سخنرانی رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری برگزار خواهد شد. الان ایشان اگر روی خط باشند ایشان رو روی اکران بیارن. هموطنان عزیز، خیلی که میدانیم طبق اعلامیه موضوع صحبت ایشان هم در بابت وضع اقتصادی و اجتماعی کشور، عامل‌های اصلی بحران و راه‌های برطرف کردن آن است. در همین بابت راجع به همین موضوع اگر سوال‌های داشته باشید لطفاً در چت فیسبوکی بنده بفرستید و سوال‌های شما حتما پاسخ خواهند داد. خب الان منبر از شما، اگر صدای ما را دارید مرحمت بفرمایید. بله، من صدای شما را دارم. اگر شما هم صدای ما را داشته باشید آغاز کنیم. بله، صدای شما هست. دیگر مرحمت، منبر از شما. خیلی خوب. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، پیشتر هم وعده کرده بودیم در یکی از صحبت‌ها که حتما در موضوع وضع اقتصادی اجتماعی کشور صحبت خواهیم کرد، ولی بعداً در این میان بعضی حادثه‌های دیگر شدن که موضوعهای صحبت ما را تغییر داد. ولی الان طبق وعده امروز ما برنامه‌ریزی کردیم تا اینکه درباره وضع اقتصادی اجتماعی کشور و راه‌های بیرون آمدن از این بحرانی که کشور و ملت ما در آن گرفتار شده است با شما صحبتی داشته باشیم. البته هموطنان عزیز، من پیش میخوام یک نکته را ذکر کنم که صحبت ما صحبت صرف علمی و اکادمیکی نخواهد بود، زیرا اکثر تماشابینان ما، کسانی که این صحبت ها را تماشا میکنن، آنها از مهاجرین، از کارمندان عادی، از دانشجویان و البته از متخصصین و کارمندان ساحه‌های گوناگون اقتصادی اجتماعی هستند. اما صحبت ما بیشتر در اساس فکت و رقم ها و با لحن یا شیوه خیلی هم ساده خواهد بود و من تلاش میکنم که از اسلوب اکادمیکی و یک صحبت علمی یا با مثل لکسیا خودداری کنم و خیلی هم صحبت ما آزاد شفاف باشد. انشاءالله اگر در آخر صحبت هم طوری که مجری برنامه اعلان کرد، اگر سوالهای در این موضوع باشد ما حتما در خدمت شما هستیم. من این صحبت خود را به چند قسم جدا کردم. قسمت اول یک شرح عمومی درباره وضع امروزه تاجیکستان از لحاظ اقتصادی اجتماعی خواهد بود که ما یک بار در اساس فکت و رقم ها بینیم که تاجیکستان در کجا قرار دارد. امروز که ما هستیم به نام یک کشور با نام تاجیکستان، وطنی عزیزمان، در این صحنه اقتصادی جهان در کجا قرار داریم. قسمت دوم صحبت ما درباره ربط این وضعیت اقتصادی با سیاست، با فرهنگ و با عامل‌های دیگر خواهد بود و بعداً یک صحبت کوتاه خواهیم داشت درباره جایگاه تاجیکستان در ریتینگ‌های جهانی، چه ریتینگ‌های مربوط به اقتصادیات، به مالیات و آزادی سخن و آزادی‌های عمومی انسان در مجموع، و در آخر تلاش می‌کنیم چند صحبت کوتاه درباره راه‌های بیرون برآمدن از این وضعیت دشوار با شما صحبت کنیم. خب برای آنکه ما وضعیت تاجیکستان را در اساس فکت و رقم‌ها و خیلی ساده و شفاف معین کنیم که در کجا قرار داریم، بیاید یک بار اول وضع جهان را و خود خریطه اقتصادی جهان را یک مرتبه تحلیل کنیم. و همه معلوم است که جهان امروز یا به اصطلاح جامعه بین المللی عبارت از 197 کشور عبارت است، کشورهایی که در سازمان ملل همچون عضو اعضا هستند. البته ما باید بین مفهوم دولت و کشور فرق بگذاریم، چون ما همچون دولت 197، بعضی ها میگن 198 کشور را اعتراف شده داریم، اما همچون کشور ما شمار بیشتر داریم، چون بعضی کشورهای هستن که همچون دولت فعالیت نمیکنن، اونها یا جزء دولت‌های دیگر هستن یا کنفدراسیون هستن یا اعتراف نشده هستن که شمارهشون از 200 هم
بیشتر است. اما در بین این 200 دولت دنیا تقریبا 180 دولت همیشه در آمارهای بین المللی وجود دارند که وقتی که آمارها ریتینگ ها معین کرده میشن درباره ایندکس ها درباره وضع این کشور تقریبا بین 180 تا 190 کشور رده‌بندی کرده میشود. حالا بیاید یک بار ببینیم که تاجیکستان از لحاظ آمار و رقم ها در اقتصاد جهانی در کجا می ایستد. اگر ما این را در حساب مبلغ بگوییم، یعنی مبلغ پولی، پس ما و شما همچون تاجیکستانی ها باید چندان جای برای خرسندی و خوشحالی نداریم، چون تاجیکستان واقعا هم یکی از کشورهای فقیرترین دنیا هست. ما همیشه جزئی 20 تا 25 کشور فقیر دنیا هستیم. سالهایی که وضع اقتصادی همون یکم بهتر است در بین 20 کشور فقیرترین هستیم و سالهایی که کمی وضع اقتصادی بهتر میشه در بین 25. ما متاسفانه هیچگاه در این سالهای اخیر از 25 کشور فقیرترین دنیا بیرون نآمدیم. اما اگر این را حالا فقیرترین از روی مجموع محصولات داخلی یا بودجه یک کشور معین کرده نمیشه. اینجا تناسب اهالی به نظر گرفته میشه. برای مثال شماره کمبغل ها و کمبیزاتان در هندوستان با چندین ده ها میلیون ها میرسد که از جمع اهالی تاجیکستان بیشتر است. اما وقتی که این اهالی را با مجموع محصولات داخلی با بودجه کشور و دیگر نشان دهنده تقسیم میکنن، در اون صورت تا کدام حد فقیر یا کمبیزات بودن این یا آن کشور با کمبغل بودن این یا آن کشور مشخص می شود. اما اگر از لحاظ پولی معین کنیم، تاجیکستان در همین سال 2019 بودجه دولت ما یک چیز اطراف 2.5 میلیارد دلار بود. 12.5 میلیارد دلار ما پول داشتیم در مجموع. سال 2019 پیش بینی شده است و بالاترین رقمی که تاجیکستان در این سالهای اخیر داشت از لحاظ بودجه فکر کنم در سال 2014 یا 15 بود که ما 3.5 میلیارد دلار بودجه کشور داشتیم. بله، سال 2015 بود است. و ببینید که در بین سال 2015 و 2019 در 4 سال بودجه تاجیکستان به جای آنکه از لحاظ مبلغ یعنی با حساب دلاری بالا برود، یک باره قریب 1 میلیارد دلار ما از دست دادیم. یعنی به مقدار 1 میلیارد دلار بودجه تاجیکستان در این 4 سال اخیر کم بغل‌تر شد. اما 2.5 میلیارد دلار یعنی چی؟ اگر با عامه فهم کرده گپ زنیم، بودجه امساله تاجیکستان برابری مبلغ‌هایی که یک تیم فوتبال میانه بریتانیا دارد. اگر شما لیگ فوتبال بریتانیا رو پیگیری کند، در آن می‌بیند که تیم‌های هستند، کماندهای هستند که حتی کماندهای بالاتر از تاجیکستان بایتر هستند از مجموع بودجه تاجیکستان. مثلا لیورپول یا ارسنال تقریبا 2.5 میلیارد پول دارند. منچستر یونایتد 4 میلیارد دلار نرخ گذاری شده است. یعنی معنی را دارد که یک کماند منچستر یونایتد خودش از بودجه تاجیکستان قیمت‌تر می‌استد. اگر مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را جمع کنیم که در سال جاری در سال مثلا 2018 7.3 میلیارد بود. 7.3 میلیارد این تنها پول منچستر یونایتد و منچستر سیتی است. منچستر سیتی هم تقریبا 3.5 میلیارد نرخ گذاری شده است. یعنی دو تیم فوتبال بریتانیا از مجموع محصولات داخلی تاجیکستان، از تمام مال و کالا استحصال شده تاجیکستان در سال 2018 قیمت‌تر نرخ گذاری شده است. پس من این مثال‌ها را برای آن میارم که ما و شما بدانیم که در از روی حساب کتابی مالی و مبلغ پولی در کجا قرار داریم. حالا بیاید یک نگاه به خود بودجه و مجموع محصولات داخلی تاجیکستان کنیم که ما از این باب وضع ما چگونه است. من پیشتر هم گفتم که در بین 4 سال از 2015 تا 2019 بودجه تاجیکستان با حساب دلار 1 میلیارد دلار از دست داد. یعنی ما هیچ پیشرفتی در این باره نداشتیم. البته حکومتداران تاجیکستان تلاش میکنند که رقم ها را با سامانی برگردانند و همیشه برای مردم را
گل زدم بگم که برای مثال سال 2015 بودجه تاجیکستان با حساب اگر سامانه بگردانیم که اون وقت اگر یک 4 حساب کنیم میشد 12 میلیارد سامانی، 12-13 میلیارد سامانی. حالا اگر اون را همین 2 میلیارد را اگر به سامانی برگردانیم، حکومت خیلی هم با هنگامه اعلام میکند که بودجه تاجیکستان امسال به بالای 20 میلیارد سامانی رسید. از لحاظ رقم بله، از لحاظ سامانی بله، اما این به مردم چی میدهد؟ آیا واقعا هم قیمت بازار مثل نرخ‌های سال 2015 باقی ماند که مردم خرسند شوند، خوشحال شوند که بله همون سال هم نرخ یک خلطه آرد مثلا 50 سامانی بود، امسال هم 50 سامانی است و فقط معاش ما بالا رفت، نفقه بالا رفت، بودجه دولت بالا رفت، قدرت خریداری مردم بیشتر شد. اما وقتی که به واقعیت نگاه کنیم، به بازار نگاه کنیم، میبینیم که نه، برابر آن که رقم های بودجه بالا رفت، از 13 میلیارد سامانی به 20 میلیارد سامانی رسید، نرخ بازار هم بیشتر از اون بالا رفت. اگر برای مثال یک خلطه آرد 40-50 سامان بود، الان بیشتر از 120 130 و شاید بیشتر هم باشد نرخ گذاری می شود که این البته قدرت خریداری ملت را پایین بود. من برای آنکه در این باره زیاد صحبت نکنم، فقط چند رقم رو برایتون میگم که خود باید مقایسه کنید. بیاید یک بار مجموع محصولات داخلی کشور رو به سالها تقسیم کنیم. سال 2013 8.5 میلیارد دلار، 14 9.2 میلیارد دلار، 15 7.8 میلیارد دلار. البته ما سال 2015 نزدیک 2 میلیارد در مجموع محصولات داخلی باخت داشتیم، کمتر داشتیم. 2017 7.1 میلیارد و 2018 7.3 میلیارد دلار. یعنی ببینید فرق بین 2014 که 9.2 بود و 2018 که 7.3 است. ما 2 میلیارد دلار در این مدت از دست دادیم. و بودجه را هم ببینیم. سال 2015 ما 3.5 میلیارد بود، 2016 2.7، 2018 2.4 و 2019 با پیشنهادی که شده است 2.5 میلیارد دلار بودجه کشور پیش بینی شده است. یعنی ما هم در مجموع محصولات داخلی و هم در بودجه کشور ما یک روند رو به پایان را داریم. اکنون بیاید قرضهای رسمی که حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است از کشورها، از بانکها و از ساختارهای تجارتی جهان و خارجی چقدر داریم. سال 2014 مجموع قرضهایی که تاجیکستان داشت همگی 27% مجموع محصولات داخلی رو تشکیل میداد. شما تماشاگران محترم یک رقم رو باید در یادتان همیشه ماند. از روی حساب کتاب‌های ساختارهای بین المللی یک حدی نهایی هست. اگر مجموع محصولات، اگر حجم قرضها، فایز قرضهای خارجی و 30% مجموع محصولات داخلی یک کشور برابر شد، این نوکه بانگ خطر است. این رو میگن آگاهی به آنکه کشور در عرفه بانکرات یا مفلس شدن قرار دارد. اگر که 35 رسید، این علاقه خطی سرخ، یعنی که یک آگاهی آخر داده می شد. اگر 40% رسید، معنی اون رو دارد که این کشور دیگر به اصطلاح روسی از لحاظ کردیت способность، یعنی که بازگرداندن قرض ندیسپاسوب می شود. یعنی قابلیت بازگرداندن قرض را این کشور از دست می دهد. این کشور اگرچه اعلان رسمی هم نکنن، عملا همچنین کشوری مفلس یا بانکرات حسابیده می شود و مناسبت بانک های جهانی، مناسبت سرمایه گذاران به این کشور کاملا تغییر می کند. و تاجیکستان در سال 2017 علاقه قرض خارجیش در مقایسه با مجموع محصولات داخلی به رقم 51% رسیده بود. یعنی ما علاقه مرز 40 را بر وقت عبور کردیم و در سال 2019 با اون حجم قرضهایی که تاجیکستان دارد و حکومت نیت دارد باز قرضهای دیگر بگیرد، فایز قرض ما در مقایسه با مجموع محصولات داخلی احتمال دارد که از مرز 60% هم بگذرد. این چه معنی دارد؟ اگر با زبان ساده بگیم،
این معنا را دارد که دیگر تاجیکستان از طرف دایره‌های مالیوی جهانی همچون یک کشوری که بر بالای پایهای خودش استوار ایستاده است از لحاظ مالیوی و اقتصادی اعتراف نخواهد شد. با او اگر کمک هم کنند کمک‌های تکنیکی، گرانت‌ها داده می شود یا قرض‌های داده می شود که آن با شرط‌های خیلی سنگین و خیلی وزنین خواهد بود. و کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنند، سرمایه گذاری عادی و مستقیم، طبیعی است که با چون یک کشوری ورشکسته و مفلس شده رو نخواهند آورد. من این حالا هیچ بها یا تحلیل نهایی نخواهم کرد، خلاصه‌گیری رو به شما واگذار میکنم، تنها در اساس فکت و رقم ها صحبت کنیم. از این مجموعه قرض‌هایی که تاجیکستان الان دارد 52% قرض‌ها به کشور همسایه‌مون چین راست میاد. یعنی تاجیکستان تقریبا آهسته آهسته دارد به یک قرضدار بزرگ چین تبدیل می شود. البته قرضایی که چین به ما داده است برای خود چین چندان زیاد نیست، چون چین یک دومین کشور بزرگ جهان هست، امکانات زیاد دارد، اما برای تاجیکستانی ما این قرض خیلی هم گران خواهد بود، سنگین خواهد بود، چون این در مجموع 52% قرضهای ما را تشکیل میکند و خود تاجیکستان که الان گفتیم بیشتر از 60% در مقایسه با مجموع محصولات داخلی قرض خارجی 60% بیشتر شده ایستاده است. البته جدا از این باز اگر یادتون باشد هموطنان عزیز، حکومت تاجیکستان سال گذشته برای جلب مبلغ‌ها برای ساختمان راغون کاغذهای قیمتناک دولتی را به فروش گذاشت با نام یوروباند که در حدود 500 میلیون دلار فروخته شد و این هم یک نمود قرض هست. تاجیکستان وظیفه‌دار است که تا سالهای 2025 2027 این قرض‌ها را با فایزهایش به صاحبان یا خریداران این کاغذهای قیمتناک برگرداند که در مجموع مبلغ 850 میلیون دلار خواهد بود. یعنی ما 500 میلیون دلار گرفتیم و 850 میلیون دلار در سالهای آینده باید که به صاحبان این کاغذها برگردانیم که این هم بالای قرضهای امروزه کشور ضم خواهد شد و ما و شما باید اینها رو برگردانیم. این مبلغ‌ها جلب شدن برای آنکه ساختمان راغون ادامه یابد و نیروگاه به کار درآید و ما و شما شاهد هستیم. حالا شاید فرصت شود بعدا خواهیم گفت که این مبلغ‌ها چگونه صرف شدن. حالا تصور کنید که رحمان با کمندش ندزدید، یعنی البته این آرزو هست که آنها نمیدزدن، حالا تصور کنید که ندزدیدن و این مبلغ‌ها پورا به نیروگاه راغون فرستاده شدن. ما دیدیم که استفاده اگریگات دوم راغون هم به عقب پرتافته شد و بجای آن که راغون اگریگات یکم در کار درآمد و برق علاوه‌ای تولید شد، مردم صاحب برق شود، خانه‌ها چراغان شود، الکی مردم هم شاهد هستید که برق خاموش شد، قطع شده ایستاده است و ساعت‌های معین به مردم میتین. این معنی چی را دارد؟ معنی آن را دارد که این مبلغ‌هایی که گرفته شد سراسیمه‌وار برای ساختمان راغون فرستاده شدند بدون آماده کردن شرایط انژینری، مهندسی و اقتصادی سراسیمه‌وار تا اینکه این اگریگات به روز به سر قدرت رسیدن رحمان یعنی 16 نوامبر باید اعلان کرده شود و اون طلب کرد. اون در فکر مردم، در فکر مبلغ، در فکر پول نبود که این باید از روی معیارها ساخته شود. او گفت که باید به روز سر قدرت رسیدن من این اگریگات به کار شروع کند. اون مهندسان و کارگران و کسانی که راغون را میسازند دیگر علاج نداشتن، اونا گناهکار نیستن که این فاجعه رخ داد و امروز راغون از کار ماند. رحمان گناهکار است که آنها را مجبور کرد که با هر راهی که هست با سیم بندید، با شغل پر میکنید اونجا را، با اپیلکه یا با خس و خاشاک پر میکنید، باید که اون سد ساخته شود، باید که اگریگات یکم در روز به قدرت رسیدن من به کار آغاز کند تا اینکه من به مردم خود را همچون نجات دهنده، همچون برق آورنده و همچون یک قهرمان نشان دهم. دیدید که پول مردم کجا رفت؟ سوخت، آنها را آب شست برد. یعنی آب خاک و خس و خاشاک و سنگ را نبرد، آب پول ما و شما را برد. پولهایی که قرض گرفته بودیم، پولهایی که از بودجه بود، فقط اینا همش قربانی خودخواهی، قربانی منصب پرستی و جاه پرستی و
شهرت پرستی یک نفر شد که همه آن را آب شست برد. امروز راغون از کار ماند و استفاده اگریگات دوم هم به عقب پرتافته شد. باز مجبور هستیم که از بودجت، از خریدهای علاوگی، از نو این خرابی هایی که رخ داد از نو تعمیر کرده شد. این معلومات رو فقط برای اندیشیدن خدمت شما عرض کردم. حالا ببینید دوستان عزیز، این وضعیتی که ما و شما الان با این رقم ها الان دیدیم، یعنی تاجیکستان یک مبلغ کوچک دارد در اختیارش و این هم با این همه قرض زیاد، با این همه وضعیت دشوار اقتصادی و سوال خیلی هم طبیعی با وجود میاد در ذهن ها که چرا؟ برای چی؟ آیا عامل های اصلی اینجا وضع جغرافی ما هست؟ آیا عامل های اصلی شرایط اقتصادی هست؟ آیا محاصره همسایگان هست؟ و سوال های دیگر. چی دلیل داریم برای اینکه تاجیکستان امروز یکی از قشاق‌ترین، یکی از عقب مانده ترین و یک کشوری مفلس و در عرفه بانکرات باشد؟ تحلیل ها خیلی زیادن. طرفداران حکومت تاجیکستان و کارشناسانی که نزدیک به حکومت هستند همیشه بهانه های جستجو میکنن و ارائه میکنن که خب ما در یک منطقه هستیم که راه به بحر نداره، ما کندنی های فایده‌ناک زیرزمینی و سرمایه های زیاد نداریم مثل نفت و گاز و دیگر کندانی های فایده‌ناک. ما مثلا جنگ شهروندی داشته ما و ده ها دلیل دیگر. و خب بیاید من هیچگاه کشورهای را مثال نمیگیرم برای مقایسه که خیلی هم پیشرفته هستند. برای مثال اگر کشوری را بگیریم که از لحاظ اهالی و از لحاظ مساحت برابر تاجیکستان یا کمتر از تاجیکستان باشد و اون کشور اروپایی باشد، حتما طرفداران حکومت، طرفداران رحمان خواهند گفت که خب چرا مثلا شما دنیا، نروژ یا اینها رو مثال میارید که اینها مثلا 100 سال شده کشوری پیشرفته هستند، دموکراتی هستند، جنگ ندارند غیره و هاکذا. من شویتزر رو مثال نمیارم که 8 میلیون اهالی دارد، زمینش از تاجیکستان 3 برابر کمتر هست و اتفاقا شویتزر یکی از کشورهای هست که تنها از کندنی های فایده‌ناک زیرزمینی نمک دارد که اون خودش رو هم به زور تأمین میکند با نمک. تمام محصولات دیگرش نفت و گاز و نمیدونم هر چیزی که از حتی خوراکی و اینها هم وارداتی است. تنها 1% اقتصادیات شویتزر از حساب خواجگی قشلاق است. شویتزر با کدام راه توانسته است که امروز یکی از بایترین کشورهای دنیا و پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا شود، با 8 میلیون اهالی مثل تاجیکستان، با یک سرزمینی کمتر از تاجیکستان، با یک زمینی کمتر از تاجیکستان نیروها یا مینرال ها یا کندنی های فایده‌ناک داشتن. یگانه چیزی که شویتزر را آباد کرده است و با ثبات نگه داشته است که امروز تبدیل به مرکز اقتصادی جهانی شده است، این ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی و ثبات امنیت است. این همدیگرفهمی مردمش است. شویتزر یگانه کشوری هست که پرزیدنتش هر سال عوض می شود، نه مثل تاجیکستان در 27 سال یک مرتبه هم نمیتوانیم پرزیدنت رو عوض کنیم. پرزیدنت همگی در شویتزر 1 سال فعالیت میکند، همگی 7 وزیر دارد، نه مثل تاجیکستان 20 چند تا وزیر، 10 تا رئیس کمیته و صدها رئیس زیر کمیته و ساختارها و این همه منصب دار. یک پرزیدنت که هر سال عوض می شود و 7 وزیر که اونا هم طولانی نمیشینند و پارلمانش هم پارلمان دائم عمل کننده نیست و هیچ وکیل برای فعالیت وکیلش معاش هم نمیگیرد. اونها یا دکتر هستن یا روزنامه‌نگار هستن، راننده هستن، معاش خودشون رو میگیرن. اما وقتی سیاسیه شد، وقتی قبول قانون‌ها شد، اونها رخصتی میگیرن، میان به سری کارشون همچون وکیل. خب باز تکرار میکنم، من شویتزر یا دنیا، نروژ این کشورها رو مثال نمیارم. من بیاد برای مقایسه کشوری همسایه خودمان که از لحاظ جغرافی برابر ما هست، مثل ما هست، اهالیش از ما کمتر است، قرقیزستان رو بگیریم. قرقیزستان هم اگر ما بهانه داریم که در ما 20 سال 25 سال پیش جنگ شهروندی بود که این جنگ شهروندی تنها از طرف رحمان و طرفدارانش دامن زده میشد، همیشه به مردم یادرس کرده میشد. مردم کیها این رو فراموش کردند و سازمان‌های بین المللی، کشورهای دانار، کمک رسان الکی این مبلغ را جبران هم کردند. اگر
کسی ما میدونیم که نزدیک 7 میلیارد دلار با بعضی حسابات در جنگ شهروندی تاجیکستان تلف داد. این 7 میلیارد دلار در طول این سالهای بعد از جنگی از طرف سازمان‌های بین‌المللی همچون گرانت، همچون پیشنهاد، حتی نصفش در همون سالهای جنگ و دوران صلح آفرینی اینا جبران کرده شد. پس این بهانه نیست که ما یک جنگ داشتیم و در اون 7 میلیارد دلار ضرر دیدیم. کشورهای دیگر هم، ارمنستان هم جنگ داشت، آذربایجان هم جنگ داشت، گرجستان 2 جنگ داشت، قرقیزستان همسایه ما 3 انقلاب داشت. در هر 3 انقلابش اینها هم خسارات داشتن، اینها هم رئیس جمهور و حکومت رو عوض کردن. اما مقایسه کنیم با همین قرقیزستان همسایه امان، تا اینکه با این طرفداران حکومت یگان بهانه دیگر باقی نماند. باز تکرار میکنم قرقیزستان اهالیش از ما قریب 3 میلیون کمتر است. وضعیت جغرافیاش مثل ما هست، کشوری کوهی، کشوری که نفت و گاز ندارد. اما برای چی قرقیزستان هم مجموع محصولات داخلیش از ما بیشتر است، بودجه کشور از ما بالا است، بیشتر هست، معاش میانه شهروند در قرقیزستان از ما بالاتر است. معاش میانه قرقیزستان ماهانه 213 دلار است، از تاجیکستان 150 دلار. دوستان عزیز، این رقم هایی که من میگم درباره تاجیکستان، قرقیزستان، درباره کشورهای دیگر، این رقم هایی نیست که اپوزیسیون تاجیکستان از خودش بافته باشد. سرچشمه این رقم ها بانک جهانی اند، بنیاد بین المللی اسعار هست، بانک رشد آسیا است. همون بانک هایی که با تاجیکستان شریک هستند، مبلغ میدن، کمک میکنند و تاجیکستان هم عضو این بانک ها هست. یعنی اینا یگان دشمن، یگان بیگانه برای ما و شما نیستند. اگر کسی میخواد که این رقم ها رو زیر سوال برد، خواهش میکنم برود به سرچشمه ها رسما مراجعت کنه، در اون این رقم ها وجود دارند. یعنی در قرقیزستان 213 دلار معاش میانه، در تاجیکستان 150. همسایه های قرقیز ما ماهانه هر یک شهروند 50 تا 60 دلار از یک تاجیک ماهانه بیشتر میگیرد. برای چی؟ سبب در چی است؟ خب سبب ها رو بعدا خواهیم گفت. خب ما بیاید یک بار به ریتینگ های بین المللی نگاه کنیم تا اینکه وضعیت برامون باز کمتر روشن‌تر شود. از لحاظ البته اقتصادی، من حالا ریتینگ های سیاسی و دموکراسی و حقوق بشر رو کنار میگذارم. خب تاجیکستان در از روی ریتینگی، خب بیاید از همین عادی ترین مسئله شروع کنیم. اینترنت، از روی سرعت اینترنت و آزادی اینترنت. دوستان عزیز، شما میدونید که بسیاری از طرفداران حکومت همیشه ما و شما رو میترسانند که کشور رو برابر افغانستان نکنید، تاجیکستان رو مثل افغانستان نکنید. میگن که شما میخواهید تاجیکستان رو مثل افغانستان کنید. من میگم که حالا حکومت تاجیکستان باید تلاش کند که برابر افغانستان شود. افغانستان در مسئله سرعت اینترنت و سطح آزادی اینترنت طبق ریتینگی که همین سال سازمان بین المللی که این هم در همکاری با بانک جهانی ریتینگ رو معین کرد، سپید تست گلوبال ایندکس، تاجیکستان رو در جای آخرین 137م کشوری که در اونجا این نظرسنجی گذرانده شد و افغانستان در جای 136. افغانستان علاقه از ما پیش گذشت. دیگر کسانی میگوید که تاجیکستان را به افغانستان تبدیل ندهید. ما به شما میگیم که خواهش میکنیم کار کنید که برابر افغانستان شوید، کار کنید که تاجیکستان دیگر از افغانستان خفا نماند. خب در مسئله ودن بیزنس که بانک جهانی امسال ریتینگ آزادی های سرمایه گذاری و راه اندازی بیزنس رو در جهان آموخت سنجید، تاجیکستان امسال از سال گذشته 3 زینه پایان‌تر رفت. یعنی اگر سال گذشته ما 152 بودیم، این سال 155 یا تقریبا همین. حالا جا در یادم نیست، بین 150 160 است. و معاون سروزیر کشور دولتعلی سیدوف بلافاصله جلسه برگزار کردند تا اینکه برای بهتر کردن وضع اینوستیسیونی کشور و بالا بردن ریتینگ تاجیکستان حداقل به سال گذشته، چون سرمایه‌گذاران وقتی نگاه میکنن که در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنن یا نه، اول نگاه میکنن که در این ریتینگ اقتصادی در کجا هست. در بین 150 160 کشور، 170 کشور که در اونجا امکان سرمایه‌گذاری هست،
تاجیکستان جای چندم رو میگیرد. وقتی میبیند که جای 150 160 طبیعی است که اون سرمایه گذار هیچگاه به تاجیکستان نخواهد آمد. اون کشور میرود که در اونجا حداقل در 10 گانه هست، در جای 20 است غیره و هکذا. و محترم دولتعلی سعیدov معاون سروزیر حالا شاید که بیاید با سرمایه گذاران و بانک ها با دیگر نهادها مشورت کند که بیاید یک کاری کنیم که وضع فضای اینوستیسیونی تاجیکستان رو بهتر کنیم. اما ما با ایشان که متخصصی بد نیست میگیم که این کارتون بیفایده است. چرا؟ شما خودتون مثل همه ما میدونید که عامل اصلی در کجا است. تا اگر شما اون وضعیت کروپسیونی رو برهم ندهید و خودتون هم میدونید که سبب کروپسیون چی است، همش مربوط به یک نفر، به خویشاوند شما یا به اون کسی که شما رو به این مسئولیت تعیین کرد، به جناب رحمان وابسته است که تا اون وقتی که او هست، تا وقتی که کماند او هست و این سیاست اقتصادی و سیاست مالیوی وجود دارد، شما مطمئن باشید که جای تاجیکستان از 150 بالاتر نخواهد رفت. شما همیشه در جای 150 130 معذرت میخوام 153 مثل همین ساله و 155 باقی خواهید موند و قدرت شما هم نمیرسد که تأثیر جدی برسانید، چون شما خودتون وابسته همون نفری هستید که این شرایط رو با وجود آورده است. تاجیکستان از لحاظ اندازبندی و سطح انداز در جهان در بین 190 کشور شما میدونید جای چندم هست. یعنی ما از لحاظ اقتصادی یگانه ریتینگ هستیم که در بین این 190 کشور در جای نهم هستیم از روی سطح اندازبندی. یعنی یک ملت قشاق و فقیر تاجیکستان که طبق آمار سازمان ملل 30% شهروندان کم بضاعت هستند و ما نشان دادیم الان با شما که بودجه کشور چقدر است، 2.5 میلیارد دلار. مجموع محصولات داخلی ما همگی 3 میلیارد دلار که برابر یک بودجه کماند فوتبال بریتانیا هست. همین بودجه قشاق، همین ملت قشاق از طرف حکومتش با فایز 67.3% از مجموع درآمد اندازبندی می شود. در صورتی کشور همسایه ما قرقیزستان همگی 29% است، قزاقستان 29% است، ازبکستان 32% است. روسیه که بعد این همه بحران ها و سانکسیون ها همگی 40% کرد. چرا در تاجیکستان قشاق و کم بضاعت 67.3% اندازبندی باشد؟ یعنی ما اگر این ریتینگ رو چپه بگردانیم که بالاترین جای نهم هست، اگر بگیم که از همه اندازهای سختتر در کدام کشور است، تاجیکستان باز میرود در جای 180. یعنی آیا عیب نیست، شرم نیست برای یک حکومتی که میگه برنامه مبارزه با کم بضاعتی دارم، برنامه بهتر کردن فضای اینوستیسیونی دارم، برنامه رشد سرمایه گذاری و رشد صاحبکاری دارم، بعد میاد همین صاحبکارها را و همین سرمایه گذاران را و همین مردم کم بضاعت دهقان و مهاجر و کارگر را به مقدار 67.3% اندازبندی میکنه. این یکی از عامل‌های هست که چرا باعث به این وضعیت گرفته شدن تاجیکستان هست. خب ببینید سطح کروپسیون تاجیکستان در طبق گزارش امساله سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال، تاجیکستان در سال 2018 از بین 176 کشوری که در آنجا تحقیقات گذرانده شد جای 161 را اشغال کرد. خب من پیشترم گفتم که تاجیکستان از جمله 25 کشور قشاق‌ترین دنیا حساب میشود. حالا ببینید ما از لحاظ سطح اندازبندی، یعنی سخت‌ترین سطح اندازبندی در 10 گانه کشورهای دنیا هستیم. از لحاظ کروپسیا، سطح بلند کروپسیا از در گروه 15 کشوری بالاترین دنیا هستیم. در قطار میدونید کدام کشور رو قرار گرفته است تاجیکستان؟ چاد، سومالی، کنیا، سودان، یوژنی سودان و اریتریا، کشورهای افریقایی. ما همیشه طرفداران حکومت میگن که حالا شکرگزاری میکنن، ما رو هم دعوت میکنن که شکرانه کنیم، میگن که تاجیکستان ما رو به پیشروی هست، رو به ترقیات هست، اما اونها بیخبرن. یک بار بیان خودشون رو در ریتینگ ها بینن در قطار کدام کشورها قرار دارن، کشورهایی که هر روز اخبار تلویزیون های تاجیکستان از اونجا لحظه های جنگ رو نشان میده، تا اینکه مقایسه کنن که در چاد، در اریتریا، در سودان، در
سوریه، در لیبیا چی میگذرد، تاجیکستان گویا تاجیکستان آرام است. اما بدونید که همین تاجیکستان به ظاهر آرام ما و شما در قطار کشورهای قرار گرفته است که در اونجا 20 سال 30 سال شد جنگ است. چرا در اون کشورها جنگ باعث عقب‌مانی شده است؟ در تاجیکستان ما در حالت صلح و آرامش ما در قطار کشورهای جنگ زده قرار داریم. این سوال به مردم نیست، این سوال به حکومتداران است که بیان شهر بدهند برای چی تاجیکستان آرام با ثبات که 20 سال از شکر خداوند هیچ جنگ در تاجیکستان نیست، در قطار کشورهای مثل افغانستان، سومالی، سودان، سوریه و اینها قرار گرفته است. خب ببینید اینجا اکنون در یک حالا وضع اقتصادی از لحاظ آمار برای ما و شما معلوم شد، وضع کروپسیون معلوم شد. حالا بیاید یک سوال بدیم که این چی ربط دارد به سیاست؟ من قبل از آن که ربط این وضع اقتصادی رو به سیاست برای شما شرح بدم میخوام اینجا یک تنفس داشته باشیم. البته تنفس برای صحبت نه، تنفس که موضوع رو یک کمتر به طرف دیگر بریم. من هنگام مطالعه این کتاب یک تزیسی بسیار خوبی رو از مؤلف در اینجا خواندم. کتاب هم از اندیشمند و یکی از مؤلفان معروف امروز دنیا هست، جناب یوول هراری، که بسیار از کتاب‌هایش البته به زبان‌های اروپایی و شاید روسی و فارسی هم نشر شده باشه. در این کتاب تاریخ مختصری بشریت در باب انقلاب علمی یک تزیسی بسیار عجیب دارد. من این را چون به زبان خارجی است نمیخوانم برایتون. در صفحه 339 و 340 دوستانی که به زبان آلمانی یا انگلیسی بلد هستن میتونن پیدا کنن در این ورسی زبان‌های انگلیسی و آلمانیش. در اینجا یک وضعیت رو خیلی خوب شرح می‌دهد از لحاظ شرایط اقتصادی و ربط آن به سیاست در اساس نظریه‌های گوناگونی که تا امروز نظریه اقتصادی موجود بود. چون ببینید دوستان عزیز، کسانی که با نظریه مارکسیستی آشنا، کسانی که با نظریه‌های اقتصادی کپیتالیستی آشنا هستند، خوب می‌دونن که ما در ما همگی دو سه تا مکتب نظریوی اقتصادی وجود دارد که حالا در بعضی مسائل با هم نزدیکند، در بعضی مسائل‌ها با هم اختلاف نظر دارند. اما اقتصاددانان معاصر امروز به این نتیجه رسیدند که بسیار از این مکتب‌های نظریوی اقتصادی البته در شرایط امروزه دیگر کاربرد نخواهند داشت، چون شرایط اقتصادی جهان به شکل شد که دیگر این اینترنت جهانی شوی همه کشورها رو با هم پیوست و دیگر اون بلاک‌های اقتصادی تقریبا از بین رفتند. مثلا چین کمونیستی دیگر اون مثل سالهای 60 و 70 و 50 یک چینی بسته تنها ارتباط داشته با جهانی سوسیالیستی نیست یا جهانی کمونیستی. چین امروزه با مثلا امریکای سرمایه‌گذار با اروپای سرمایه‌داری یا کپیتالیستی ارتباطات خوب دارد و خودش هم در داخل چین روش‌های کپیتالیستی یا سرمایه‌گذاری را در مسئله اقتصادی جاری کرد، اگرچه در مسئله ایدئولوژی هنوز هم با همون دیدگاه‌های کمونیستی باقی ماند. اما این مؤلف در این صحیفه میگه که وضع امروزه اقتصادی رو شرح میدهد و چگونه کشورها میتوانند در این شرایط اقتصادی بهتر عمل کنند و شرایط بهتر داشته باشند. میگه که در شرایط امروزه یک کشوری که دارای ذخیره‌های بای نفت و گاز و زیرزمینی هم باشد، دارای اهالی باسواد هم باشد، سیستم معارف قوی هم داشته باشد، اما اگر از طرف یک حاکمی دیکتاتور مدیریت شود، اگر نظام سودی مستقل نداشته باشد، اگر در آن کروپسیا وجود داشته باشد، این کشور همیشه در عرفه یک جنگ شهروندی قرار دارد. اهالیش همیشه کمبغل باقی خواهند ماند، اکثر اهالیش، و این کشور همیشه قرضدار باقی خواهد ماند و امکان بازگرداندن قرضهای خود را به خارجیان از دست خواهد داد. چرا؟ برای آنکه این کشور در ریتینگ‌های بین‌المللی همچنین یک کشوری غیر آزاد، غیر امن و غیر دموکراتی شناخته خواهد شد و کسی به او قرض امتیازناک و دراز مدت نخواهد داد، سرمایه گذار نخواهد آمد و این سرمایه های این کشور از طریق این دیکتاتور خانواده‌اش، خودش، از طریق نظام کروپسیونیش دزدیده خواهد شد، به خارج برده خواهد شد و این کشور همیشه در روبرو یا عرفه یک جنگ شهروندی یا یک بی‌ثباتی خواهد ماند. در مقایسه میگه که اما کشورهایی که این گونه ذخیره‌های زیرزمینی را نداشته باشند
و شاید که اهالیشون زیاد هم نباشد و شاید که ثروت‌ها وضعیت جغرافی خوبی هم نداشته باشند. اما اگر از یک طرف یک حکومت دموکراتی رهبری شوند، اگر نظام سودی عادل داشته باشد، اگر سطح کروپسیا پایین باشد، این گونه کشورها در شرایط امروز همیشه وارد ریتینگ های بالاتری بین المللی خواهند بود، اعتماد به این کشورها بیشتر خواهد بود و آنها دسترسی به قرضها و به مالهای خواب رفته جهانی آسانتر و بیشتر خواهند داشت. خب ببینید، این نظر یگان مثلا کارشناس یا اپوزیسیونی نیست. این تکرار میکنم نظری کسی هست که امروزها کتابهایش به میلیون ها تیراژ به فروش میرد و یکی از نظریه پردازان معاصر معروف دنیا هم هست. حالا بیا تاجیکستان امروزه همون رو مقایسه کنیم با اون نظریه که مؤلف در این کتابش گفته است. تاجیکستان یک کشوری، حالا ببینید جای عجیب همین است که مؤلف میگه که اگر کشور دارای ذخیره‌های بزرگ و نفت و گاز هم باشد، اگر یک حاکم دیکتاتور دارد حتما به بحران وارد خواهد شد. چه رسد به کشور ما تاجیکستان که ذخیره‌های زیادی نفت و گاز نداریم، ما بایگری زیاد نداریم. درست است که کوههای ما مالامال از معدن است، اما با این حکومت فساد زده اونها در منپول یک گروه قرار گرفتن و ملت که از اون استفاده نخواهد کرد. ما هم بایگری زیاد نداریم، هم یک حاکم دیکتاتور داریم، هم کروپسیا هست، هم نظام سودی ناعادلانه هست. آیا میشه در این شرایط ما انتظاری داشته باشیم که امروز یا فردا، سال آینده، 10 سال بعد از این بحران اقتصادی بیرون خواهیم آمد و تاجیکستان از این زینه 150 170 حداقل می رود به زینه کشورهایی که در میانه قرار دارند. مثلا اگر 200 کشور باشد در جای 100 قرار بگیرد، در جای 120 قرار بگیرد. ما طلب نداریم و انتظاری هم نداریم که تاجیکستان در یک مدت 10 15 سال مثلا بیاد در جای 70 50، نه، حداقل در جای 100. آیا با همین حکومت، با همین امکانیت، با همین شرایطی که الان داریم امکان دارد؟ من آشکار میگم و البته نمیخوام ملت رو ناامید کنم، اما با این شرایط، با این حکومت، با این پرزیدنت، طبیعی است که ما هیچگاه از این روی خطا، از این ریتینگ های منفی بیرون نخواهیم آمد. حالا بیاد، چون مؤلف اینجا خیلی ربط داده است وضعیت اقتصادی رو با وضع سیاسی. دوستان عزیز، کم نیستن کسانی از نظریه پردازان که میگن که اول اقتصاد بعد سیاست، یعنی اول پیشرفت اقتصادی باشد بعد ما با پیشرفت اقتصادی برسیم. بعضی از نظریه پردازان دیگر میگن که نه، اول باید سیاست پیشرفت کند، آزادی‌ها پیشرفت کند، بعد ما با پیشرفت اقتصادی میرسیم. من مخالف هر دوی نظریه هستم و همیشه گفتم و امروز هم تکرار میکنم که باید رشد اقتصادی و سیاسی پارالل نه یا پهلوی هم حرکت کنند. بدون رشد اقتصادی ما با رشد یا با ثبات دائمی و آزادی دائمی نخواهیم رسید. بدون آزادی های سیاسی، دینی و فرهنگی طبیعی است که یک کشوری معاصر در زمان امروزه به پیشرفت اقتصادی هم نخواهد رسید. شاید در زمانهای گذشته که وقتی که جهان بسته بود، اینترنت نبود، یک کشور میتوانست در حالت بسته بودن مثل اتحاد شوروی هم که خیلی پیشرفت‌ها کرد، بسته بود، با دیگر کشورها ارتباط سیاسی و فرهنگی نداشت و این تاثیر زیاد به اتحاد شوروی نمیرسوند، به کوبا نمیرسوند، به خیتای نمیرسوند. اما که با این جهانی شوی روندها، اینترنت و دیگر مسائل دیگر، طبیعی است که دیگر یک کشور نمیتواند تنها در اساس امکانیت‌های داخلی خودش پیشرفت اقتصادی داشته باشد. ما میخواهیم نمیخواهیم باید که از این روندهای جهانی استفاده بریم و تحت تاثیر آنها قرار خواهیم گرفت. اکنون بیاید دوستان عزیز مختصر جایگاه تاجیکستان رو در آزادی ها، در ریتینگ های عمومی جهانی بینیم و اینجا پیدا کنیم که ربط بین اقتصاد و سیاست در چی است. ما دیدیم که تاجیکستان در ریتینگ های اقتصادی از همه جای بالاترش این جای 160 هست در بین 170 180 کشور. اما در ریتینگ های آزادی های سیاسی، دینی، مطبوعات، وضع تاجیکستان از این بدتر است. ببینید در سال 2018 تاجیکستان در جای 192 از 198 کشور. شما تصور میکنید ملت تاجیک
حالا آریایی آزاده و آراسته و با این همه تمدن و تاریخ در ریتینگ کشورهای آزاد در جای 192. اون 7 کشوری که، یا معذرت میخوام 5 کشور دیگر که از ما آزادتر هستند کیا هستند؟ باز هم کره شمالی، باز هم سوریه که در اونجا جنگ هست، یک دو کشور افریقایی دیگر. یعنی آیا برای یک ملت مثل تاجیک و تاجیکستانی بودن جای عیب و شرم نیست که در جای 190 قرار بگیریم در ریتینگ سال 2018؟ و این است که ما در ریتینگ اقتصادی در جای 160 و 170 قرار میگیریم. اگر تاجیکستان از روی ریتینگ آزادی‌های سیاسی حداقل در جای 160 می بود، تاجیکستان از روی ریتینگ اقتصادیش می آمد به جای 140 130. اینجا ربط دارد اقتصاد و سیاست. اما که تاجیکستان از روی آزادی‌های عمومیش در جای 192 هست، طبیعی است که جای ما از روی آزادی اقتصادی در جای 160 و 150 می شود. شاید بعضی کشورها بگن که عربستان سعودی برای مثال یا ایران تقریبا در همین گروه کشورهای هست که از روی ریتینگ فریدم هاوس در جای 180 190 قرار دارن. اما اونا پول دارن که اونا پول نفت دارن، از حساب این فروش نفت و گازشون این را جبران کنن. ما و شما که نه نفت داریم، نه گاز داریم، نه دیگر امکانیت ها داریم، حداقل آزادی داشته باشیم. این مصیبت است برای یک ملت که یک حکومتش از او هم اقتصاد را بگیرد، هم امکانات اقتصادی را بگیرد، هم انداز را بلند کند و هم آزادی را بگیرد. خب اگر عربستان سعودی و سوریه و کشورهای دیگر از ملتش آزادی های سیاسی را گرفتن، آزادی های مذهبی را گرفتن، حداقل پول میدین با آنها، حداقل با آنها معاش بهتر میدین. اما مثل تاجیکستان نیست که در همه ریتینگ های اقتصادی و سیاسی تقریبا در یک زینه قرار بگیریم. از روی سطح آزادی مطبوعات در سال 2018 تاجیکستان در جای 182. یعنی ملتی که همیشه با قلم بود، طول تاریخ کتاب داشت، مطبوعات داشت، شعر داشت، شاهنامه داشت، غزل داشت، طنز داشت، تنقید داشت و یک عمر این ملت تاجیک آزاد بود در مسئله گفتنش نسبت حاکم. فردوسی نسبت محمود غزنوی قصیده سرود، او را تنقید کرد، فرار کرد، ولی حرفش را گفت. محمود غزنوی نکشت او را، البته اول تعقیب کرد اما بعد برای او جایزه فرستاد، پاداش فرستاد، هدیه فرستاد. البته پیش از مرگش در حق او ظلم کرد ولی بالاخره او را اعتراف کرد. و این ملت همیشه آزاده، همیشه دارای سخن و قلم، امروز در سطح آزادی سخن، آزادی مطبوعات، آزادی نوشتن و گفتن در بین همه ملت ها در جای 180. از روی آزادی های دینی تاجیکستان در پایانترین گروه در قطار کشورهایی که نامبر کردم، باز همون کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و چند کشور افریقایی دیگر از طرف سازمان های بین المللی در گروه کشورهای جدا نگران کننده. یعنی این پایینترین سطحی هست که برای کشورها معین کردن. 6-7 کشور و تاجیکستان هم در این گروه داخل شده است. پس ببینید ما از لحاظ ریتینگ های آزادی سیاسی، آزادی های عمومی و ریتینگ های آزادی های اقتصادی تقریبا در یک زینه ها قرار داریم و اینجا میبینیم که این دو با هم ربط دارن. همین است که ما طلب میکنیم، شخصا من بر این اعتقاد هستم که باید آزادی های اقتصادی و آزادی های سیاسی در کشور ما در آینده در یک پاکت یا در یک برنامه راه اندازی شوند. خب دوستان عزیز، خیلی قسمت صحبت ما طولانی شد، من تلاش کردم بودم کوتاه‌تر در این باره صحبت کنم. حالا بیایم راه حل چی است. راه حل برادران عزیز، هموطنان گرامی، من در یک چیز میبینم. شاید که اگر شما از هر کسی دیگر پرسید میگن که بیاید ما فضای اینوستیسیونی را درست کنیم، قانون‌ها را دیگر کنیم، بیاید شروع کنیم از آن که حالا چند برنامه استراتژی زیبا بنویسیم. تاجیکستان دهات از این برنامه‌های رشد استراتژی را نوشته است، تهیه کرد، در پارلمان قبول کردند. خود من حداقل 2 تا برنامه را در پارلمان در تصویب آن شرکت کردم. اما نتیجهش چی شد؟ این برنامه‌های زیبا نوشته و زیبا گفته شده استراتژی نتیجهش رو دیدیم که بودجه کشور سال به سال دارد پایین میره. پس بیاید ما و شما دنبال یک چیز فکر کنیم و که سبب اصلی در چی است. من خیلی شفاف و ساده براتون میگم که سبب اصلی این همه مشکلات و بدبختی های تاجیکستان
در یک گروه نیست، حتی در یک نفر است. حالا بعضی یک سوال داده است که چرا شما نسبت جناب رحمان قدر با نفرت و بدبینی صحبت میکنید؟ از جمله سوالایی است که یکی از خوانندگان نوشته است، مثل که از طرفداران رحمان است و 11 سوال هم فرستاده است. یک سوالش همین است. دوستی عزیزم، حالا این سوال شما رو من رد میتونم به همین موضوع صحبت امروزم که ما هیچ نفرت بدبینی نسبت شخصی امام رحمان نداریم. شاید امام رحمان همچون انسانی بد نیست، همچون پدری بد نیست و واقعا نشان داد که چندان پدری بد نبود است. همه فرزنداش رو وزیر کرد و رئیس کرد و پول بسیار از حساب ملت گرفت داد. همچون پدر از پول دزدی مردم به آنها هم داد و گویا با فرزندانش دارد نشان میدهد که من چندان پدری بد نیستم. حتی با پسرش هم گفت که تو گشنه نیستی، یعنی من تو رو خواندم و پوشاندم و پول زیاد دادم، پس از این به بعد ندزد. اما اون فکر نکرد که گشنگی فقط در گشنگی شکم نیست، گشنگی در گشنگی چشم است، گشنگی ذهن است، عقل و دانش است. اگر اون انسان که پسر شما را خداوند شاید که انسانی خوب خلق کرده است، اما شما تربیت بدش کردید که در جوانی گنرال کردید و رئیس شهر و حالا وظیفه‌های دیگر، اون دیگر شکمش گشنه هست، سر از فرق نمیکنه، اون دیگر در یک فضای دزدی و فسادکاری تربیت شد و اون تا آخر حیاتش احتمال دارد که مثل خودت بدزدد. اما من دوستان عزیز، هموطنان گرامی، مشکل را در همین یک شخص میبینم. تا روزی که امام علی رحمان هست، پرزیدنت هست، بدانید که وضعیت اقتصادی اجتماعی ما از این بهتر نخواهد شد. شاید بسیار تلاش کند اون پولها را برگرداند، 5 زینه بالا رویم، اما تاجیکستان همچون یک کشور قشاق‌ترین، ملت ما یک ملت فساد زده ترین، در ریتینگ های آزادی اقتصادی، سیاسی، مطبوعات و آزادی دینی از همه پایین‌ترین قرار خواهد گرفت. خب راه حل چی است دوستان عزیز؟ من شاید که در صحبت‌های بعدی طولانی‌تر صحبت کنیم در این باره، اما ما و شما باید سر یک مسئله فکر کنیم که چی کار کنیم که این روند اصلاحی وضع آغاز شود. از کجا باید آغاز کنیم؟ سال آینده ما 2 تا انتخابات داریم، انتخابات پارلمانی و انتخابات پرزیدنتی. پیمان ملی تاجیکستان هنوز موقع خود را نسبت این 2 انتخابات معین نکرده است. ما هفته آینده شورای رهبری پیمان را دعوت کردیم. در این جلسه ها، شاید یک جلسه هم نباشد، چند جلسه، ما موضوع انتخابات را بررسی خواهیم کرد و موقع پیمان ملی در آینده نزدیک شاید در مدت 1-1.5 ماه معین شود. اما من حالا پیش خدمت شما عرض خواهم کرد که ما طرفدار آن نیستیم که سراسیمه‌وار این موقع معین کرده شود، چون که من باور دارم که دیگر با این وضعیتی که تاجیکستان قرار دارد از لحاظ اقتصاد و سیاست، بدون یک تغییرات جدی اصلاح آن امکان ندارد. دیگر شما حالا هر چی بیاد بگید که رحمان مثلا بیرون یک نفر دیگر بیاد، من این راه حل نمیبینم. اگر نفری بعد از رحمان آمده مثل رحمان با همین سیاست ها ادامه بده، هیچ فایده نداره. پس بیاید دوستان عزیز یک جای این موقع رو معین کنیم. البته پیمان ملی موقع خود رو معین خواهد کرد، اما ما تلاش میکنیم که این موقع ما در اساس تحلیل ها، در اساس نقطه نظر های تمام کارشناسان ملی صورت بگیرد که ما بگیم که آیا در انتخابات های آینده چیکار خواهیم کرد، ملت چیکار باید کند. باید به ملت خیلی شفاف و آشکار بگوییم که ملت در انتخابات های آینده چیکار کند. اگر ملت میخواهد از این وضعیت رها بیابد، باید ما و شما به ملت این پیام رو بفرستیم. آیا در انتخابات شرکت کند؟ اگر شرکت کرد کدام نامزد را جانبداری کند، کدام حزب را، یا ملت را دعوت کنیم که اصلا این انتخابات را بایکوت کند و شرکت نکند در این انتخابات ها. و این موقع باید که موقع خیلی منطقی باشد، در اساس فکت و رقم ها باشد، در اساس منفعت های ملی باشد و من امید دارم که ملت عزیز، کارشناسان و همه کسانی که ما رو میشنوند در معین کردن این موقع شرکت خواهند کرد، تا اینکه این یک موقع، یک ائتلاف، یک گروه از احزاب نباشد، بلکه تبدیل شود به موقع ملی. دوستان گرامی، من در اینجا این صحبت رو به خاتمه میرسونم و یک کمی طولانی تر هم شد، اما آماده هستم که به سوال های شما جواب بگم. آینده چند موضوع دیگر داریم که ادامه همین بحث اقتصادی و اجتماعی هست، در موضوع کروپسیا، در موضوع مثلا بحث تاجیکایر، در موضوع این شرکت های خانوادگی که تاجیکستان رو دارند
فرو میبرند حتما صحبت خواهیم کرد. الان نوبت رو به استودیو میدیم، اگر یگان سوال‌های باشد ما آماده جواب دادن هستیم. تشکر. بله، سوال است. یکی از فعالان توجیک به نام محمد سوال کرده است که نزدیک به همین موضوع است. اصلا دو سوال کرده است. یک تاش همچون توصیه و دومش ربط به همین موضوع ذکر شده دارد. خب سوالش چنین است، میگوید که میدونیم که پول‌های به دست آمده از طلا در بانک‌های خارجی به نام رئیس جمهور یا نزدیکانش گذاشته میشوند. لطفاً در این باره یک کمی توضیح بدهید. گفته است محمد. سوال دویمش، امیدوارم که صدای ما را شنیدید. بله شنیدم. من یک بار سوال دویمم نویسم. خب سوال دو توصیه داده است. البته گفته است که شما میگویید ما با رحمان مشکل داریم، در حالی که رحمان نام خدا است. پس شما باید بگویید که با عبدالرحمن مشکل داریم، یا اینکه بگویید که با امام علی مشکل داریم. خب این یک توصیه بوده است، داده است. لطفاً به همین دو سوال مختصر جواب دهید، بعد میگذاریم به سوال‌های بعدی. تشکر. سلامت باشید دوستی عزیز محمد. ما حالا هیچ فکت و سندی دقیق نداریم که پول‌هایی که از تاجیکستان خارج میشن در صورت حسابا شخصا به نام پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ثبت میشوند یا به صورت حساب شخصی وارد میشوند. نه، این چنین فکت رو نداریم. اما پول‌هایی که از تاجیکستان خارج میشوند، چی از پول‌های طلا، چی از پول‌های برق، چی از پول‌هایی که از راه‌ها جمع میشود و از آلومینی، اینا به صورت حساب‌های جمع میشوند که به نام خویش و تبار پرزیدنت در خارج ثبت شدن، از آن جمله در صورت حساب‌های آفشاری جزیره‌های ویرجین بریتانیا و اون مقداری که حالا معلوم است، شاید که در صورت حساب‌های آفشاری دیگر مثل آفشورهای پاناما یا کیپر یا جای دیگر هم باشد. اما اون چیزی که دادگاه لندن چند سال پیش آشکار کرده بود در وقت مرافعه سود تاوکو با یکی از صاحبکاران عوض یولداشوف در لندن، که بعد خود حکومت تاجیکستان خواهش کرد با پرداختن جریمه و پول زیاد به طرف دیگر که این دادگاه قطع کرده شود. خودشان به دادگاه دادن، ولی وقتی دیدن که دادگاه طلب کرد که این صورت حسابا آشکار کرده شود، بعد خواستن که این دادگاهی خودشون دعوا کرده بسته شود و تمام خراجات ها را در حجم نزدیک 200 میلیون دلار برای این دادگاه حکومت تاجیکستان از بودجه کشور پرداخت کرد. از پول ما و شما برای دزدی‌های خودشون را پنهان کردن. چرا دزدی خود را پنهان کردن؟ برای اینکه دادگاه وقتی آشکار کرد که این صورت حسابا در جزیره‌های آفشاری ویرجینیا به نام دادر عروس پرزیدنت ثبت شده است، حسن اسدالله‌زاده، اینا فهمیدن که الکی این صورت حسابا باز میشود، مبلغ‌ها آشکار میشوند و کار از این بدتر میشود. گفتن بیاین 200 میلیون را هم پرداخت کنیم با همین خلاص. اما دیگر کار شدگی شد و امروز هم سامان ایر در نام همین شرکت و همین صورت حسابا ثبت شده است، هم تاوکا، اون شرکتی که آلومینی مواد خام وارد میکند به تاوکا و آلومینی تازه رو به بازار جهانی میبرد که به بودجه تاجیکستان تقریبا هیچ اندازه نمیسپارند و آلومینی زواد تاجیکستان رو فقط همچنین آسیاب استفاده میکنن. اینا همش از مال‌های یا که صورت حساب‌های شخصی خانواده پرزیدنت هست که در خارج ثبت شدند و تحت نظارت هیچ کس نیستند و اون معلوماتی که اخیراً به دست آمد، حالا ما باید منتظر شیم که با فکت بگیریم. پول‌هایی که از حساب مردم تاجیکستان در صورت حساب‌های خارجی امام علی رحمان با خویش تبارش جمع کرده است، از مجموع محصولات داخلی کشور و از بودجه کشور بیشتر است. یعنی من حالا چرا میگم
رقم را نگویم برای آنکه نباید ما و شما در تلویزیون نسبت یک کس تهمت کنیم، دروغ بگیم و بی اساس گپ زنیم. باید اول سند داشته باشیم که دقیقاً چند میلیارد هست. اما اون چیزی که به دست ما رسید رقمی هست که بیشتر از بودجه تاجیکستان است. شما تصور کنید که همون مقداری که تاجیکستان پول دارد از اون بیشتر رو پرزیدنت با خش و تبارش دزدیدن و در صورت حساب ماندن. اینجا تنها از طلا و از سرچشمه های دیگر نیست. شما ببینید حتی پول برقی که امروز به ملت نمیدهد ولی به خارج میفروشد به بودجه تاجیکستان وارد نمیشد. این پول مستقیما به صورت حساب‌های خارجی میرود، در حساب‌های شخصی جا میگیرد. سوال با وجود میاد که چرا پرزیدنت همین برق را به خارج نیو به ملت خودش نمیفروشد؟ نرخ 1 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان 2 سنت است، یعنی نزدیک 2 سنت است. برای مقایسه در قرقیزستان همسایه 1 سنت است. تاجیکستان همین برق ما را چی به داخل به اهالی و چی به خارج با نرخ برابر میفروشد. حتی در تابستان با ازبکستان برق را از اهالی خودمان ارزانتر میفروشد. اما در زمستان اهالی تاجیکستان و ازبکستان برق تاجیکستان را با یک نرخ میخرند. سوال با وجود میاد که چرا به جای فروختن همین برق 2 سنتی به خارج به ملت خودت بفروش؟ چرا لیمیت میکنی؟ چرا برق را قطع میکنی؟ مردم کو پرداخت میکنند. اگر پرداخت نکرد شما حتما برق مردم را میبرید، قطع میکنید و این دروغ است که مردم قرضدار اساسی برق تاجیک اهالی هست. این یک دروغ بسیار شاخداری است که تهمت است از طرف حکومت به مردم. قرضدار اساسی برق تاجیک خودی حکومت است. حالا ما بعدا در یک صحبت دیگر خواهیم گفت که فقط برق تاجیک 2.5 میلیارد دلار برابر بودجه تاجیکستان قرضدار است. همین سال گذشته ضرری که برق تاجیک به بودجه تاجیکستان به رساند 700 میلیون دلار است. 3/1 بودجه را فقط برق تاجیک دزدید و ضرر رساند. حالا بعد میگیم که این دزدی چگونه صورت میگیرد و این پول ها به کجا میرود. سبب یک چیز است. اگر به اهالی بفروشد، اهالی پول را پرداخت میکنند از طریق بانک و این پول مردم وارد حساب کتاب بانکی تاجیکستان میشود. از این دزدیدن دیگر دشوار است. اما اگر همین برق را به خارج بفروشد، خارج مبلغ را به صورت حساب‌های خارجی انتقال میدهد، نه مستقیما به تاجیکستان. این مبلغی که از فروش برق به خارجی ها، چه به ازبکستان باشد، به افغانستان، به قرقیزستان یا هر کشور دیگر صورت میگیرد، از طریق صورت حساب‌های افشاری شخصی خود خانواده پرزیدنت صورت میگیرد و این مبلغ در صورت حساب‌ها باقی میماند، وارد تاجیکستان نمیشود. برای همین پرزیدنت منفعت‌دار است که برق را به خارجی ها بفروشد، نه به اهالی خودش. حالا که اگر برق از خارجیات دست کشیدن نخریدن مجبور باشد، اون وقت مجبور است که به اهالی هم این برق رو بدهد. تا وقتی که در خارج خریداری برق هست و در ما دفیسیتی برق هست، مطمئن باشد ملت تاجیک که ما همیشه مشکلی برق رو خواهیم داشت و این حکومت همیشه برق را به خارجی ها خواهد فروخت، اگرچه نرخ برابر است، اما چون پول در خارج باقی میماند و وارد تاجیکستان نمیشود، اونها به خارجی ها میفروشند. بنابراین همین دوستی عزیزمان محمد حالا منتظر باشد تا وقتی که صورت حساب‌های شخصی خود رحمان آشکار شد، بعد ما اون وقت در این باره صحبت خواهیم کرد. اما درباره سوال دوم شما گفتید که ما رحمان نگیم، با رحمان مشکل داریم. دوستی عزیز، شما خوب میدونید که فرق بین رحمان یعنی پروردگار که رحمان بودن یکی از صفات‌های پروردگار است و این رحمانی که یکی از مخالفین پروردگار است، یکی از کسانی هست که تمام این ارزش‌هایی که دستورایی که از طرف پروردگار آمده است، چه از مسجد و مدرسه و چه از نماز و از حجاب و از آزادی‌های دیگری دینی یا از واجبات دیگری دینی برای مخالفت دارد، فرق از زمین تا آسمان است. وقتی که ما میگیم امام علی رحمان یا حتی رحمان، شما باید بدانید که منظور همین رحمان است که اسمش رحمان است، چون طبق پاسپورتش خود را امام علی رحمان نام کرده است و ما در سیاست، در کارگزاری حق نداریم که یک نفر رو به غیر نامش خطاب کنیم. از آنه که شما ما را توصیه میدید و این مشورت شما مشورت خالصانه است، همچنین مسلمان مشورت میدید که میترسید از آن که خدای نکرده ما در یک گناه
قرار نگیریم، چون وقتی میگیم که با رحمان مشکل داریم، نه، مطمئن باشید که انشاءالله ما با اون رحمان آفریدگار نه تنها مشکل نداریم، بلکه شاید پروردگار با ما مشکل داشته باشد که امرش را پوره اطاعت نمیکنیم، اما ما مدیون پروردگار هستیم و اطاعت گزار هستیم و هیچ مشکل نداریم و نعوذ بالله که نخواهیم داشت. اما با پرزیدنت داریم و خوب میشد که شما دوست محمد یک توصیه به خود پرزیدنت میکردید که خودش را با پروردگار برابر نکند و نامش را رحمان نگذارد. در یگان جای دنیا، در یگان کشور اسلامی هیچ کس نام خود را رحمان و رحیم و این نام ها را نمیگذارد، همیشه عبدالرحمن، عبدالرحیم یا با یک پیشایند دیگر میگذارد که اون عبودیتش رو به پروردگار اثبات کرده باشد. اما در ما چون سواد دینی ندارن، این بنده خدا هم شاید گناهکار نیست چون نه کتابی نه سواد دینی دارد نه دنیوی، اقلا دنیوی میداشت که امور دنیا هم اون رو آباد میکرد، این مشکلات اقتصادی گرفتار نمیشدیم. این هم میشد خب بد نبود، اما چون نه سواد دنیوی دارد نه سواد دینی، خودش را نه تنها رحمان نام گذاشته است، قریب مونده است که نعوذ بالله خودش را خدا هم اعلان کند. اگر کم تر دیگر رویم، حالا که پیشوای ملت شد، پیشوای همین ملت قشاق و کمبیزاعت و که نه آزادی دارد و نه پیشرفت، خودش را پیشوا اعلان کرد. اگر یک کم تر دیگر طاقت کنید و از همون 30 سال حاکمیتش گذرد، دیگر شاید که از اون بالاتر یگان عنوان برای خودش باز فکر کند که از پیشوا بالاتر باشد. چون یک وقتای من یادم از در کمیسیون آشتی ملی کار میکردیم، عضو کمیسیون بودیم، ملاقاتا که میرفتیم، حتی وزیرها مراجعت میکردن با او کلان میگفتن، من شاهد هستم خودم. بعد جناب پرزیدنت شد، بعداً با یک گون چاپلوس دیگر جناب عالی را، یعنی بعد چند سال زینه به زینه بالا رفتن گرفت، ملت قشاق شدن گرفت، پایین رفتن گرفت، این بالا رفتن گرفت در مقایسه با ملت. و حالا دیگر پیشوای ملت اعلان شد. من اون عنوان دیگرش نه از یاد میدونم نه زبانم میگردد بگم و اصلا ممکن از یاد کردم نشود، اونقدر طولانی است. اساسگذار همه چیز از صلح و وحدتی که خودش ویران کرد تا ملت سازی و کشور سازی. حالا بعد چون این بیماری است، این مریضی است و شاید که بعد چند مدت دیگر این پیشوای ملت هم به درد نمیخورد، چون نگه این کهنه شد و مثل جناب عالی و مثل دیگرهاش شاید دستور داد که فکر کنید یگان عنوان از این کلانتر، حالا نمیدونم باز چاپلوس پیدا میشد حتما که یگان عنوان دیگر با او پیشنهاد خواهد کرد. یکیش نمیدونم پیشنهاد کرد که نجات دهنده سیاره به فکرم عنوان گذاشته شود، شاید مثل همین یگان عنوان پیشنهاد کنه. ما شما باید کار کنیم که دیگر نعوذ بالله به حد فرعونی نرسد که یک زمان خودش را خدا اعلان کرد و رشک کرد به پروردگار که چرا مردم به پروردگار سجده میکنند و به من سجده نمیکنند. من فکر میکنم که این بنده خودم این جنون هم پیدا شده ایستاده است. مسجد بندی و مدرسه بندی هم به خاطر اون است که چرا مردم در این مساجد سجده میکنند پروردگار را، والا میترسد بگید که مرا سجده کنند، ولی شاید بستن هم به خاطر این باشد. خوب میشد که شما مراجعت کنید به این کس، بگید که حالا اسمش رو تغییر دهد به عبدالرحمن فامیلیش رو یا به یگان شکل دیگر، از اون که مردم دیگر مجبور نشوند که در این حالتا از نگاه شما در یک حالت ناگوار قرار بگیرند. تشکر. تشکر زیاد. یک سوال دیگر از محمود ارگاشف. سوالش چنین است که بعد از بین رفتن این رژیم شما چگونه مدل دولتداری رو میخواهید؟ میپرسد سوال کننده محمود ارگاشف. لطفاً پاسخ بدید. بعد میگذاریم به سوال دیگر. سلامت باشید دوست عزیزم محمود ارگاشف. ببینید در تاریخ بشریت مدل های گوناگون دولتداری را اثر گذرانده است. از زمان غلامداری شروع کرده و از پیدایش اولین دولت ها از ایمپریا ها تا به دوران غلامداری بود، فیودالی بود، بعد دولت های نهایت کار امروز دولت های ملی شکل گرفتن. اما این دولت های ملی هم تقسیم شدن به دولت های مثلا دموکراتی، دیکتاتوری، با شاهیگری، با مثلا هست نظام شاهیگری. بعضی از کشورهای امروزه هم شاهیگری هستند. البته شاهیگری هم دو نوع است، یکی شاهیگری کنستیتویانی هست که در اون سروزیر بیشتر نقش دارد یا پرزیدنت،
بیشتر سروزیر مثل بریتانیا، مثل کشورهای اروپایی، یا شاهیگرای مطلق است که مثل عربستان سعودی، مثل کشورهای دیگر اردن و غیره که در اون همه چی در اختیار شاه است. البته شاهیگری بودن معنی رو ندارد که حتما دیکتاتور میشه، چون در اروپا هم مثلا نیدرلند هم گلندی هم شاهیگری است، اما یک کشوری دموکراتی است. و داریم کشورهایی که نظام جمهوریوی است. کشورهای جمهوریوی هم به دیکتاتوری و دموکراتی تقسیم میشن. مثلا تاجیکستان هم از روی کنستیتوسیا جمهوری است، البته از روی کنستیتوسیا، ولی عملا یک شاهیگری است، اونم در بدترین نوعش. البته یک شاهیگری که نزدیک به خانیگری هست و بیکیگری هست و یک نفر با خانوادهش اون هم همه چی در اختیارشون هست. چون وقتی که شاهیگری هست، شاهیگری منطقی هست، بالاخره اون اتباعش هم یک حقوقای دارن. اما وقتی که یک کشور از طرف یک نفر اداره میشود و شهروندان غیر از حق انداز سپاریدن دیگر هیچ حقی ندارن، اون دیگر حتی شاهیگری هم نیست. ما دوستان عزیز کدام نوع یا مدل دولتداری رو در نظر داریم؟ پیمان ملی تاجیکستان، و من فکر میکنم که همه کسانی که آینده تاجیکستان رو خوب تصور میکنن بر این نظر هستند که باید تاجیکستان آینده یک کشوری جمهوری باقی بماند، نظام جمهوریوی که در آن قدرت بین پرزیدنت و پارلمانت تقسیم باشد. پارلمان نه اون پارلمانتی که امروزه هست، یک پارلمانتی بازیچه کیسگی، بلکه پارلمانتی که واقعا صدا داشته باشد، قدرت داشته باشد، بتواند حرف مردم را برساند، پافشاری کند گاه گاه در برابر قرارها و قانونهای ناعادلانه پرزیدنت یا سروزیر، و جمهوری که در آن سود کاملا مستقل باشد، از طرف پرزیدنت تعیین نشود. باید که یک شورای مستقل عدلیه باشد که سودیه ها انتخابی باشند، نه تعیینی از طرف پرزیدنت، چون وقتی که تعیین میکند پرزیدنت طبیعی هست که اون با دستور پرزیدنت کار خواهد کرد. و ما حالا به طور عمومی بگم مدل دولتداری که ما پیشنهاد میکنیم مدل دولتداری جمهوری دموکراتی دنیوی هست که در آن آزادی سخن، آزادی دین، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی کاملا طبق قانون اساسی یعنی کنستیتوسیا کفالت داده شود و اجرا شود. پرزیدنت باید در مدل دولتداری ما خادم ملت باشد، جوابگو باشد در پیش ملت، از 2 مرتبه بیشتر حق نداشته باشد پرزیدنت شود، هیچگاه حق نداشته باشد که به فایده خودش، خانوادهش کنستیتوسیا را تغییر دهد، مثل پرزیدنت امروزه که 3 مرتبه کنستیتوسیا را فقط به خاطر تمدید پرزیدنتیش و به خاطر دادن قدرت به پسرش قانون اساسی را تغییر داد. این حق را باید در آینده هیچ پرزیدنت نداشته باشد و تمام احزاب در یک حد مینیمالی گذشت به پارلمان را داشته باشند. من طرفدار آن هستم که با پارلمان تنها بعد از 10% رأی مردم را گرفتن احزاب وارد شوند. کافی است که ما این حد را 1 یا حد اکثر 3% معین کنیم. حزب که 3% رأی مردم را به دست آورد یا حتی 1% را به دست آورد میتواند وارد در پارلمان حداقل 1 نماینده داشته باشد. در مجموع این مدل دولتداری ما است که پیشنهاد میکنیم. شاید بعضی از دوستان به خصوص اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کسانی که بیشتر گرایش مذهبی دارند سوال کنند که پس در این مدل دولتداری شما که گفتید باید یک جمهوری دموکراتی و دنیوی باشد، چگونه می شود این ارزش‌های دنیوی که آیا مخالفت با ارزش‌های اسلامی و دینی ندارد که شما یک حزب اسلامی هستید و طرفداری میکنید از ارزش‌های دنیوی؟ جواب ما خیلی واضح، روشن و صریح است که هیچ مخالفتی ندارد، چون ارزش‌های دنیوی این ربط دارد به دولتداری و ساخت دولت. دین این کار قلبی، کار فردی یک انسان است، کار جامعه است، کار مردم هست و ارزش‌های دنیوی و دینی مخالف یکدیگر نیستند، بلکه در بعضی حالت‌ها تکمیل کننده یکدیگر هستند. این است که ما در یکی از دعاهایی که آیه کریمه هم هست و دعای معروف ترین که همیشه مسلمان ها در دعاها در نمازها اون رو تکرار میکنن،
از پروردگار خواهش میکنن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یعنی پروردگار با ما در دنیا و در آخرت، در دنیا نیکی ها را بده و در آخرت نیکی ها را بده. یعنی یک مسلمان اول از پروردگارش نیکی ها را در همین دنیا درخواست میکند، طلب میکند، بعد در آخرت. این آیه قرآنی هست، این دعایی هست که پیامبر اکرم صلوات الله علیه همیشه در نمازها، در خطبه‌هایشون میکردن. پس چگونه میشود در این دو تا ارزشی که در آیه قرآن آمده است، دنیا و دین، دنیویت یا دینیت، این را در مقابل هم گذاشت. اینا تکمیل کننده یکدیگر هستند. اما اون دنیویتی که امروز حکومت تاجیکستان میخواد اون را عملی کند، هیچ ربطی به دنیویت ندارد. ما و شما، یعنی منظورم ما و کسانی که امروز در اروپا هستند، اینا هم کشورهای دنیوی هستند. دیده ایستادیم که در کشورهای دنیوی دین چگونه احترام میشود. مگر کسی پیش روی نمازخوانی ما رو در اینجا گرفت؟ مگر در اینجا حزب مسیحی دموکراتی نیست؟ مگر در همین اروپا ده ها احزاب مسیحی وجود ندارند؟ احزاب اسلامی هم وجود دارند در همین اروپا. در هلند مثلا حزب اسلامی ثبت نام شده، در بلژیک حزب اسلامی ثبت نام شده است. خب پس این اولش اینکه عملکرد غلط حکومتداران تاجیکستان یک تصورات منفی و غلط رو درباره دنیویت با وجود آوردن در ذهن برخی از مردم تاجیکستان. همچنانه که عملکرد و روش‌های غلط بعضی از دایره‌ها و گروه‌های اسلامی هم مثل داعش و القاعده و دیگران تصورات غلط رو درباره دین و حرکت‌های اسلامی در بین بعضی هموطنان و عموما جامعه جهانی با وجود آورده است. و این باعث آن گشته است که ما تصورات غلط درباره دین و دنیویت پیدا کردیم و امروز بعضی‌ها فکر میکنن که جمهوری دموکراتی و دنیوی را طرفداری کردن نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان این مخالفت با ارزش‌های ما داشته باشد. حتی بعضی از طرفداران حکومت امروزه که پیشتر ما را متهم می‌کردند که شما می‌خواهید در تاجیکستان یک جمهوری اسلامی بنیاد کنید، تاجیکستان را مثل امارت، خلافت یا مثل اینها بسازید، وقتی ما اعلان کردیم با صراحت که نه، ما طرفدار یک جمهوری دموکراتی و دنیوی هستیم، بلافاصله منطقی گفتارشون رو تغییر دادن. گفتند خب ما را دوام دادن به متهم کردن که تا دیروز میگفتید که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، چرا امروز موقع خود را تغییر دادید؟ شما از موقع خود گشتید، شما فریب میکنید غیر و هکذا. اولش اینکه هیچگاه نهضت اسلامی تاجیکستان نه در آیین‌نامه نه در برنامه خود هیچگاه دعوت به ساختن یک دولت دینی نکرده است. شما برید تمام آیین‌نامه‌های حزب نهضت را از زمان تأسیسش تا امروز ورق بزنید، در همه جا ما گفتیم که ما طرفدار یک جامعه اسلامی هستیم که جامعه اسلامی از جامعه یا که دولت اسلامی فرق میکند. جامعه مردم است که مردم پیرو دینش باشند، پیرو مراسم های دینیشون باشند، عادت و رسم و رسومشون باشند. اما دولت این فرق میکنه. دولت باید دولت تکنوکرات باشد، دولت همه باشد، در خدمت همه باشد و هم امتحانات در اون شرکت کنند، چی دینی باشند، چی غیر دینی و چی کمونیست. بنابراین همین دوستان عزیز، نگاه ما درباره مدل دولتداری آینده در عموم همین است و اگر با سوال‌های باشد در این موضوع انشاءالله در صحبت‌های بعدی مفصل‌تر خواهیم گفت. تشکر زیاد. خب یک سوال دیگر، همون فعال تاجیک محمد جان سوال ایلاوگی داده است راجع به موضوع. میگوید که سوالش چنین است که چرا حکومت تاجیکستان طلاهای کشور را در خارج ذخیره میکند و آمارش را هم نمیگیرد و آمارش شفاف نیست و از روی آیا میگوید از درست است از روی قانونهای بین المللی که طلا در خارج ذخیره شود؟ بله دوستی عزیزم، این اصلا یک قانون بین المللی وجود ندارد که معین کند که آیا کشور حق دارد رزرو های خود را، ذخیره های چه طلا باشد چه ذخیره های دیگری معدن ها یا حتی پول نقدش را در داخل کشورش نگه بدارد، در خارج نگه بدارد. این
یگان قانون بین المللی نیست و هر کشور مستقل خودش مستقلانه تصمیم میگیرد که بایگریش رو در کجا نگه بدارد و اگر تاجیکستان هم ذخیره طلایش رو در خارج نگه داشته باشد جای عیبش نیست. شخصا من ضد نیستم به شرطی که این ذخیره ها در دست دایره های مطمئن باشد و این تجربه هم تجربه اولی نیست که تاجیکستان راه اندازی کرده باشد. بسیار از کشورهای دنیا ذخیره های طلا و ذخیره های نقدی خود رو در خارج نگاه می‌دارند. حتی همین آلمان هم ذخیره های پولی و ذخیره های طلای خودش رو در امریکا نگاه می‌داشت. روسیه هم در اونجا نگاه می‌دارد، چون حتی این بهتر هم شاید باشد، چون بعضی از کشورها حتی ذخیره های فرهنگی و میراث فرهنگیشون رو در خارج نگه می‌دارند، چون کشوری ناآرام باشد، بی‌ثبات باشد، از ترس آنکه خراب می‌شود، دزدیده می‌شود، بهتر است که این میراث فرهنگی در خارج نگه داشته شود. و بعضا می‌شود که میراث فرهنگی ما را، میراث پولی ما را خارجی ها بهتر از خودمان نگه می‌دارند و بسیار از آثار تاریخی ما اگر در میراث اصلا در موزه ها و آثارخانه های معروف دنیا نمی بود، شاید که از طرف این قاچاقچیان و مسئولین فساد زده ما فروخته میشد، به نابودی میرفت. و خوبم هست که در آثارخانه های معروف دنیا تحت حمایت هستند. مثلا در ارمیتاژ البته ما امید داریم که یک زمان حکومت ملی می شود و مردمی می شود که از آثارش و از بایگری هاش، از ذخیره هاش خوب حمایت کرده تواند. در اون صورت همه اینا باید برگردونده شوند، چه ذخیره های مادی و چه ذخیره های معنوی ما، از کتاب ها، از آثارهای گذشته و غیره. اما اگر امروز حکومت تاجیکستان ذخیره طلا رو در خارج نگه می دارد، یا به خاطر آن است که اینا را همچون گرو مانده است در نزد سازمان های پولی جهانی، یا به خاطر نگهداری بیشتر است که هر دوش هم طبق معیارهای بین المللی است و من فکر نمی‌کنم در اینجا حکومت تاجیکستان کدام خلافکاری کرده باشد. در پشت الکترونی نیز یک چند سوال وارد شدن. فکر میکنم که سوال ها از قبل هستند. به هر حال سوال کننده ایلیاسوف میرجمال می باشد. به هر حال از 6 سوالی که کرده است 3 تاش رو من روی کاغذ آوردم و 3 سوالای دادهش اصلا تکراری است که و شما در برنامه های قبلی جوابی چنین سوال ها رو داده بودید. خب الان شروع میکنیم از سوال 4. آقای کبیری، اگر به مادرانی که فرزندانشان را شما گمراه نمودید میگوید با گفته خودتان شهید کردید، روبرو شوید به سوالهای آنها چی جواب میدهید؟ خب این سوالی 4 بود. سوالی 5. خب سبب چی شد که شما تاجیکستانی صاحب استقلال آباد و زیبا را با یک قرارگاه عوض نمودید؟ راستی مفهومی سوالش منم قضیه درک نکردم، ولی فکر کنم که منظورشان رو فهمیدیم. و 6 سوالش میگوید که برای چی شما نمیخواهید که به وطن برگردید؟ یا وطن شما نیست، یا که شما از شهروند دیگر کشور هستید؟ خب لطفاً به همین 3 سوال پاسخ داده شود. خب تشکر زیاد به شما و به این دوستمون هم. البته شما وقتی گفتید که از 6 سوال 3 تاش رو انتخاب کردید، من تقریبا پیش بینی میکنم که 3 سوال اولش چقدر یا در اون تحقیر زیاد بوده است یا مثل همین سوال ها به شکل مطرح شدن که شما تو لازم ندارید آنها رو قرائت کنید. سوال هایی که مطرح شد 2 تا آخرش هم تقریبا یک سوال هست که چرا تاجیکستان آباد را ترک کردید و به یک قرارگاه
عوض کردید و چرا به وطن بر نمیگردید؟ این هر دو تقریبا یک سوال هستند. اما شروع کنیم از سوال اولشون که اگر روبرو با مادران شویم که فرزنداشون رو یا ما گمراه کردیم یا شهید کردیم، با آنها چی میگیم؟ اولش که دوستی عزیزم، اگر هر کی شهید شده باشد، حالا چه در مقاومت و مبارزه شهید شده باشد، چه در هجرت شهید شده باشد، که ما حکم شهید بودن را علما و فقها در سرچشمه‌های گوناگون خیلی خوب بیان کردن که کی شهید می شود. حالا شهید یک نفر میتواند در بالای بسترش هم، در بستر بیماری هم شهید شود اگر اون صفات‌هایی که در سرچشمه‌های دینی آمده است در این حالت صدق داشته باشد، یعنی پیدا باشد. برای مثال ما حدیث‌های زیاد داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و که یک بیماری که نمودهای معینی مریضی را سر می‌گذراند، وقتی که فوت کرد با این مریضی، حتی بدون اون که هیچ کاری هم که نکند، او شهید می‌شود. یا مهاجر اگر در هجرت وفات کرد، مثل که خداوند جاش جنت کند، استاد حاج قلندر صدرالدین چند روز پیش در لهستان به شهادت رسیدند و مریض بودن، بالای بسترشون وفات کردند و طبق سرچشمه ها و حدیث شریف، یعنی کسی که هجرت کرده است با هدف های نیک برای رزق حلال، برای مبارزه تحت فشار، در هجرت اگر وفات کرد اون شهید است. یعنی انشاءالله همه کسانی که هجرت را برگزیدن، انتخاب کردن، چه از ظلم باشد، چه برای پیدا کردن رزق حلال باشد، چه و ما از دنیا گذشتن در وقت هجرت، طبق این حدیث شریف انشاءالله اونها شهید هستند. پس دوستی عزیزم، شهید شدن یا نشدن یک نفر نه دیگه به من ربط دارد نه به شما. این را من نه انتخاب کردم، شما گفتید که با گفت شما. ما اینجا گفت ما هیچ تاثیر ندارد. ما اگر یک نفر را شهید اعلام هم کنیم که اگر اون طبق معیارهای شهید بودن، معیارهای اسلامی اگر نباشد، اون هیچ تاثیر نخواهد داشت. یک نفر رو اگر شما جنایتکار هم اعلان کنید، شما گمراه هم اعلان کنید، این کلمه و اصطلاحهای دوست داشته شما است که خائن، گمراه و فلان و بسمدان، حالا با اون نفر هم هیچ ربطی ندارد، هیچ تاثیر هم ندارد. اون جایگاهش اگر شهید شده باشد در پیش پروردگار معین و مشخص است. از آنه که شما گمراه میگوید و بی‌وطن میگوید و خائن میگوید، هیچ تأثیری به اونها نخواهد داشت، بلکه به شما تأثیر دارد که ضررش رو شما خواهید دید. چون ما روایت های زیاد داریم از سرچشمه های معتمد از احادیث شریف که یک نفر اگر کسی دیگر رو به اساس بدون دلیل کافر بگوید، مرتد بگوید یا خائن بگوید یا گناهکار بگوید، اگر این صفت ها در او پیدا نشود، این عیب میگردد به خود همون نفر. اگر یک نفر رو کافر گفتید، کافر نباشد، کفر به شما برمیگردد. اگر مرتد گفتید، اون مرتد نباشد، به شما برمیگردد. اگر گمراه گفتید، اون گمراه نباشد، این بداند که به شما برمیگردد. اما قسمت اساسی سوال شما که اگر با اون مادران روبروش، اولش که من هیچ نفر رو به هیچ کجا هم دعوت نکردم، به هیچ کجا هم نبردم و این تبلیغاتی که برای شما بردن و حالا شما اون رو برای دیگران تکرار میکنید که بیا ما مردم رو گمراه کردیم، به اینجا فرستادیم، به سوریه فرستادیم، به افغانستان فرستادیم، این جزئی همون تبلیغات دروغین هست که در فابریکاها آماده میشوند، در اون سیخایی که شما کار میکنید یا نفرانی مثل شما، و بعدا این در شبکه‌ها پهن کرده میشود مثل تیراژهای گازیت‌ها در همه جا. البته اولها کمی بیش شاید مردم آگاه نبودن، باور میکردن، اما وقتی آخر احساس میشه که دیگر کسی به این حرفا باور نمیکنه. برعکس ما همیشه در صحبت‌ها، چه در داخلی تاجیکستان بودم چه الان، همیشه جوانان را دعوت کردم که به گروه‌های تندرو نپیوندند. اگر مبارزه بردنیان، جای مبارزه و تلاش و مقاومت همین تاجیکستان خودمان هست. هیچ ضرورت به رفتن به سوریه و به عراق و افغانستان و جاهای دیگر نیست. یا در داخل تاجیکستان باشیم یا در همین کشورهای نزدیک یا کشورهایی که در اونجا ثبات و امنیت هست و ما بتوانیم مبارزه مصالحت آمیز، مبارزه رسانه‌ای، دیپلماتیکی، حقوق بشر، این نمودهای مبارزه های قانونی را ادامه بدهیم. جای مبارزه، جای مقاومت همین تاجیکستان خودمون هست و همون روشایی که ما پیش گرفتیم، نه اون
شکلی که بعضی از دوستان جوان خیلی هم خونگرم انتخاب کردن رفتن. اینا انتخاب خودشون و شما هم خوب میدونید دوستی عزیز که وقتی که آنها رفتن به این گروه ها پیوستن، اولین کارشون این مبارزه علیه حکومت تاجیکستان نبود، بلکه شروع کردن از مبارزه بردن علیه نهضت اسلامی تاجیکستان و علیه ما. چرا؟ چون ما همیشه گفتیم و میگیم که به این گروه ها پیوست نشوید و حکم مرتد بودن ما را هم صادر کردن. همون جوانانی که شما میگوید یا ما گمراه کرده باشیم به این طرف اون طرف فرستادیم، حکم کافر بودن و حکم همه گونه حکم ها را نسبت ما صادر کردن. اما عجیب کار این است که ما هم از طرف این گروه های تندروی دینی مرتد حکم شدیم، هم از طرف گروه های تندروی دنیوی که اکثرشون در حکومت جمهوری تاجیکستان یا نزدیک به حکومت هستند. این تندروی و افراطگرایی در هر دو طرف هستند، هم در گروه های دینی و هم در گروه های دنیوی. عجیبش این است که همین دو گروه افراطی ما را مرتد حکم کرده است. وقتی که ما در وسط قرار داریم طبیعی هم هست که این افراطی ها از هر دو طرف ما را سنگ میزنن. اما خب اونه که گروه های افراطی دینی مرتد اعلام میکنن جای تعجب ندارد. ما اولین و آخرین کسی هم نیستیم که این حکم را صادر کردن. از بزرگان و از آدمان بزرگتر و خیلی شخصیت های ورزیده هم در تاریخ اسلام حکم کردن. این جای تعجبی ندارد. اما جای تعجبی این است که افراطی های دنیوی هم ما را مرتد اعلام کردن. حالا مرتد بودن این از واژه دینی هست، اما اخیراً یک گنرال یا پلکانی که امنیتی به استعفا رفته که من خیلی خوب میشناسمشون و آقای دولت خوجا نظیروف در یک رسانه و گازیته فکر کنم SSR بود که هر دو هم گازیته SSR بدونش معلوم دنیوی هست و هم این افسر امنیت ما رو مرتد اعلام کردن و حکم کردن که فلانی مرتد است. حالا وقتی که یک افراطی یا اتئیست ما رو مرتد اعلام میکند این واقعا باید جای فخر باشد. ولی من در دین اونها مرتد هستم، چون دین آنها، جهان بینی آنها، اگر مرا کافر هم حکم کنند حق دارم، چون من قبول ندارم جهان بینی آنها را. اما وقتی که یک گروه های از افراطی خودمان، یعنی از دایره های مذهبی و اسلامی وقتی که مرتد اعلام میکنن این جای نگرانی دارد، چون این من از آن میترسم که این کسانی که ما رو مرتد اعلام کردن یا کافر حکم میکنن خودشون در معرض خطر قرار گرفتن، یعنی خودش این حکم رو نسبت خودشون اعلام کردن. اونایی که از بخش دنیایی ما رو مرتد اعلام میکنن اونها از خدا و رسول، از بهشت و دوزخ نمیترسن، پروا هم ندارن. اونا همه چیزشون در این دنیا هست، برای همین راحت این تهمت‌ها رو میکنن. اما من نگرانیم از این کسانی هست که خود را مذهبی میدونن، اسلامی میدونن، اما خیلی راحت دیگران رو حکم صادر میکنن، یکی کافر، یکی مبتدع یا بدعتکار، یکی مثلا مرتد، یکی خوارجه، یکی رافضی، یکی شیعه، یکی سلفی، یکی حنفی. این حکم کردن ها از طرف یک شخص دیندار خیلی خطرناک است و من دعوتم از همه برادران بخصوص کسانی که خود را جزء اندیشه اسلامی میدانند دعوت میکنم، خواهش میکنم که در این مسئله پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیروی از امامان بزرگ مثل امام ابو حنیفه کنن که در مسئله تکفیر خیلی احتیاط میکردن. امام اعظم یک قاعده معروف دارد که در مسئله ایمان و عقیده میگفتن که اگر در یک نفر 99 نشانه کفر ببینید و یک نشانه ایمان، شما هم یک نشانه را اساس قرار بدهید و تلاش کنید که بیشتر مردم رو وارد فضای اسلامی کنید، نه اینکه از چارچوب اسلام بیرون کنید. یعنی تصور کنید که 99 صفت دلالت کننده به کفر دارد، یک صفتی دلالت کننده به ایمان. امام اعظم میگه که او را شما تلاش کنید که ایمانش مسلمان بدانید، حداقل مؤمن بدانید. حالا یک مؤمن گناهکار، یک مؤمن خطاکار، ولی بالاخره مؤمن. اما چه رسد به یک نفرهایی که حالا شما حداقل 50 در 50 شک دارید، یا شاید که حتی یک نشانه از نگاه شما از بیرون شدن از اسلام در اون
پیدا است، اما اون طرف کلمه شهادت رو به زبان میآورد، اون طرف حداقل در ظاهر مسلمان است، نماز میخواند. خیلی باید احتیاط کرد و ما هم باید پیروی از این بزرگواران کنیم که اجازه ندیم به خود که یک نفر رو خیلی راحت و آسان از چارچوب اسلام بیرون کنیم. البته این نه به خاطر آن است که دیگران ما را حکم کردن، باز تکرار میکنم که این گونه حکم ها مثل این برادرمون که ما را خیلی آشکار گفته است که گمراه کرده، اونا شهید هستند یا نیستند. چون موضوع به هم رد پیدا کرد، یک کمی طولانی شد، با استفاده از این فرصت من این پیام رو به دیگر برادران میرسانم که در این مسئله خیلی با احتیاط رفتار کنند. البته خطا در همه انسان هست، هیچ کس از خطا عاری نیست، تنها پیامبران معصوم از گناه بودند، ولی خطایا باز هم وجود داشت، چه رسد به ماها که انسان‌های خاکی هستیم. اما به هر صورت خواهش میکردم که احتیاط کنم و این برادر عزیزم خواهش میکردم که در حکم کردن کی گمراه است و کی شهید است و کی درست کار میکند خیلی با احتیاط باشد. اما درباره آنکه چرا از تاجیکستان آباد مردم رفتیم و قرارگاه رو دیگه جا کردیم برنمیگردیم، اولش اینکه برنمیگردیم برای اینکه برگردیم زندان میکنید یا همون کسانی که شما از اونها حمایت میکنید مثل دیگر، مثل زای سعیدوف و مثل داملو نعیم جان سمیف که برگشت و شما خودتان هم در تلویزیون اعلام کردید که اون گفت که با خواهش خودم برگشتم. این اپوزیسیا دروغ میگه که مرا دزدیدن از روسیه و حبس کردن، بلکه من خودم برگشتم، ولی امروز سودش رفته ایستاد است و منم به همین خاطر برنمیگردم. هزارها نفر دیگر برنمیگردن به خاطر آنکه در اونجا ظلم هست. اما چرا از تاجیکستان با گفت شما آباد رفتیم؟ البته آبادی رو ما در اینجا پیشتر نشان دادم که چقدر تاجیکستان آباد است. شما دیدید، شنیدید که از روی آمارهای جهانی در آخرین جایهای قرار داریم. اما تاجیکستان چی آباد است چی ناآباد دوستش می‌داریم، وطن است، وطن رو هیچ کس انتخاب نمی‌کند. ما در اونجا تولد شدیم، مثل شما مثل دیگران وطن رو دوست می‌داریم و انشالله یک روز برخواهیم گشت به این وطنمان و اگر آباد بود باز آبادترش خواهیم کرد، اگر ناباد بود آبادش خواهیم کرد. البته امید داریم که با شما یک جای شما هم در این جزء آباد کنندگان باشید، ما هیچ کس رو استثنا نمیدونیم. انشالله شرایط که فراهم شد حتما ما برمیگردیم. اما با استفاده از این فرصت من چون اسم داملا نعیم جان سمیف رو اینجا بردم در حاشیه جواب به این سوال برادرمون، هم حتی میدونید دوستان که این امروزها سودی داملا رفته ایستاده است و وقتی که داملا نعیم جان از روسیه غیب زد در تاجیکستان پیدا شد، بلافاصله ما اعلام کردیم که او از روسیه ربوده شد، دزدیدن او را مثل شراف‌الدین را که بعداً دزدیده بودن. ولی حکومت تاجیکستان فیلم را پخش کرد از خود داملا نعیم جان که در اون میگفت که اون به خواهش خود برگشته است و او آزاد است، حبس نیست و به زودی آزاد خواهد شد مثل همین. حالا در یک حالت عجیب گرفتار شد مردم که به کی باور کنند، به حرف ما که گفتیم دزدیده شد یا به حرف حکومت جمهوری تاجیکستان با از طریق تمام این گروه فابریک جواب اعلام کرده شدن که اون دزدیده نشد، آورده نشد، آزاد هست و آزاد می شود به زودی. ما در این شک داریم، گفتیم که اون فریب است برای فریب کردن دیگران و او را آزاد نخواهند کرد. حالا ببینیم که قضیه به چی می انجامد. اونه که داملا نعیم جان هیچ گناهی نداره در این شک نیست، نه اون سالهایی که در فعالیت حزبی میکرد نه بعدش. البته دعوای ما این است، دلیل های ما این است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هیچ مرحله هیچ گناه جنایت صادر نکرده است و تمام این اتهامات علیه نهضت، علیه برادران ما که در زندان هستند اتهاماتی بافته و ساخته است. اما داملا نعیم جان که تا سال 2014 فعال حزب بود، از سال 2014 یک سال قبل از بسته شدن حزب، در وقتی که حزب فعالیت رسمی میکرد به روسیه هجرت کرد و فعالیتش رو در حزب قطع کرد. بعد از آن که این حادثه ها شد خودش عریضه داد، خودش برآمد کرد که دیگر فعالیت حزبی ندارد و واقعا هم نداشت. حالا همین انسان را بردن زندانی کردن و امروز دادگاهش است. باز دعوا میکنن که شما برگردید، کسی که فعالیتش رو قطع کرده بود به جزا کشیده نمیشد غیره و هکذا. ما فکر میکنیم که این همه دروغ است، فریب است و تقاضا داریم که داملا نعیم جان هر چه زودتر آزاد کرده شود و این پرونده داملا نعیم جان نشان خواهد داد که
حکومت تا کدام درجه در حرف خودش در قولش می ایستد یا نه. ما امید داریم که روزهای نزدیک او آزاد خواهد شد. خب تشکر میکنیم، کاری ما را آسان کردین، چون عیناً به نام کریم سلطان عیناً به همین جوابی که شما در بابت اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نعیم جان سمیف جواب گفتین الکی. سوالش هم تقریبا فکر میکنم که پر را جواب گرفته شد، چون سوال در بابت همین نعیم جان سمیف سوال دادن. خب میگذاریم به سوال بعدی. یکی از مهاجران تاجیک در روسیه، خب نامش هم بوده است سلیمان رحیموف. خب سلام کبیری، شما بودجه کشور و مجموعه محصولات داخلی رو میگوید خیلی خوب تحلیل کردید. کمبودی بودجه میتواند دلیل های مختلف داشته باشد، از جمله بحران اقتصادی. اما سوالش چنین است که شما چی برنامه اقتصادی برای کشور دارید؟ چرا حزب شما نه در داخل کشور و نه در پیمان ملی ساخته‌تان یگان برنامه اقتصادی الترناتیوی میگوید ندارید یا نکردید؟ سوال دویمش، شما در انجمنی پیش از انتخاباتی سال 2010 یعنی در داخل کشور بودن رو میگوید، اعلان کرده بودید که مبارزه با کروپسیا میبرید. خب اما از آن زمان چندین سالها گذشت، نه از مبارزه‌تان خبری مانده است و نه از همون برنامه‌ای که در انجمنتان ذکر کرده بودید. آینده برنامه های دیگرتان هم میگد مثل همین مبارزه‌تان که کروپسیا اینجا گفته است مثل همون میشود؟ سوالی سیومش، شما خودتان میگوید همچون سرمایه‌دار و تاجر در داخل کشور بودید، آیا یگان عمل کروپسیونی انجام نداده اید؟ و به فکر من سوالشم تمام. خب همین بود سوال از سلیمان رحیموف، یک مهاجری تاجیک در روسیه. فکر میکنم که یک پیشنهاد دارم، چون گروه ایجادی پیمان ملی تاجیکستان پیشنهاد داریم که به همین سوالی که الان دادیم اکتفا کنیم، جوابش رو در برنامه بعدی با همین سوال های همین مهاجر یعنی سلیمان رحیموف پاسخ رو آغاز کنیم. فکر میکنم که چون وقتم طولانی شد و همین خیر خوش کنیم خوب می شود. نظری شما اگر شما راضی باشید منم موافقم با همین پیشنهاد، چون که لکه خیلی صحبتی طولانی داشتیم، مردم شریف هم خسته نشوند و این وعده رو به دوست عزیزمون سلیمان رحیموف میدهیم. شما هم خاطر رسان کنید به ما که جوابهایمان رو از سوالهای همین برادر آغاز خواهیم کرد و منم طرفدار این هستم که در اینجا صحبت قطع شود و وعده میدیم که صحبت بعدیمون چندان یعنی مدت برگزار شدن صحبت بعدی چندان طولانی نخواهد شد، شاید 10 روز یا دیر 2 هفته بعد انشاءالله در خدمت هستیم. تشکر میکنیم از شما که وقت خودتون رو دریغ نداشته در خدمت بودید و از من هم پیش از آن که این صحبت رو تماما جمع کنیم فقط بار دیگر تشکر و میnnتداریم رو به شما و اهل ایجادی این استودیو و به همه کسانی که ما را تماشا کردن میرسانم و فقط گفتنی هم که ما تلاش کردیم در این صحبت کوتاه در عموم وضع اقتصادی اجتماعی را یک تحلیل عمومی کنیم در اساس آمار و رقم هایی که داریم. اما خودتون مشاهده کردید که ما
در قسمت خلاصه ها چندان خلاصه های دقیق نگفتیم، چرا این رو حواله کردیم به خود ملت و مردم. چون نگرانی من از آن بود که اگر ما خلاصه ها ما رو پیشنهاد کنیم، یک گروه از مردم شاید بگن که باز چون اپوزیسی هستند، مخالف هستند، همیشه حکومت رو تنقید میکنن. ما تحلیل و خلاصه رو به خود ملت واگذار کردیم که ملت خودش خلاصه کند و انشاءالله در صحبت‌های بعدی بیشتر در اطراف راهکارها صحبت خواهیم کرد و چندین موضوع دیگر داره، مثل پرابلم مشکل برق تاجیک، پرابلم ساحه اویاسیونی تاجیکایر و مشکلات زیاد دیگر داریم. این برادر خیلی که سوال داد که خب شاید که بحران اقتصادی سببی آن است که بودجه کم داریم. ما تمام این مسائل را دانه به دانه تحلیل خواهیم کرد و تا اینکه همه ملت به این نتیجه برسیم که مشکلی اساسی در کجا هست و دنبال حل این مشکلات شیم. تا اینکه اگر ما مشکلات اساسی را هممون دست جمعانه آشکار نکنیم، به یک توافق نرسیم، حکومت یک بهانه را میارد، اپوزیسیون یک بهانه دیگر را نشان میدهد، طرف سوم شاید که عاملها را در دیگر چی میبیند و این در عموم اجازت نمیدهد که ما دنبال پیدا کردن راه حلی مشخص باشیم. من پیشنهاد میکنم که در صحبت‌های بعدی ما برویم با موضوعهای مشخص وارد شویم و تمام این ساحه‌ها را یک به یک تحلیل کنیم تا اینکه در نتیجه به یک خلاصه برسیم که ملت باید چیکار کند، کدام راه‌ها را پیش بگیریم و انشاءالله که ما در خدمت همگان هستیم. بار دیگر تشکر به همتون. خب تشکر زیاد میکنیم. حتما این سوال ها رو به طور خطی به شما ارسال میکنیم. خب بینندگان عزیز، اینجا برنامه خود را به پایان میرسانیم. یادرس میشویم که با شما بودند رهبری پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری و بنده مجری برنامه شهرت رحمت الله و شما تشکر میکنیم که چند لحظه که با ما بودید و ما رو تماشا میکردید و سوالهای خود را ارسال میکردید. بازم از همه شما تشکر میکنیم. تا برنامه های بعدی شما را با خداوندی ممنون میسپاریم.